بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با چهارمین قسمت از برنامه تاجیکستان، دردها و آرزوها در خدمت شما سروران گرامی هستیم، خاصتاً برادران و خواهران عزیز و گرامی تاجیک. در سه قسمتی که گذشت در مورد موضوعات مختلف صحبت کردیم، از جمله بستن مساجد و مدارس دینی در تاجیکستان و تبدیل کردن مساجد به قهوه‌خانه ها و مراکز فرهنگی، و دلیلشون هم این است که این مساجد مجوز ندارن از طرف دولت. و در قسمت اول گفتیم که اگر مجوز ندارن، یک دولتی که ادعا میکنه دولت اسلامی هست و رئیس جمهور آن یک انسان ادعا میکنه که مسلمان هست و کمیته دین اسلام در این کشور وجود داره، خب باید به این مساجد مجوز بدن. چرا مجوز نمیدن؟ همچنین در مورد منع ورود جوانان زیر 18 سال به مساجد صحبت کردیم و خود عزیزان تاجیک در برنامه‌های مختلف تماس گرفتن و در این مورد اظهار نظر کردن و این خبر رو تایید نمودن. همچنین به دلیل شلوغ بودن و در نوبت قرار داشتن تعداد زیادی از تاجیک ها، افراد زیر 35 سال رو از رفتن به سفر حج منع میکنن. البته این یک دلیل واهی و بیمورد هست و اینها از این میترسن که جوانها و انسانهایی که در این سن و سال قرار دارن و از وضعیت مسلمانان جهان متحسر میشن و بیدار میشن، اینها به سفر حج نرن و از مشکلات و بدبختی هایی که خلق تاجیک دچار اون هست مردم جهان رو آگاه نکنن. همچنین وسایل ارتباط جمعی و سایت هایی که از طریق اون ملت تاجیکستان ندای مظلومیت خودشون رو به گوش جهانیان میرساندن در تاجیکستان بسته شده، از جمله سایت یوتیوب، سایت مشهور یوتیوب که بعد از پخش کلیپ های برنامه تاجیکستان دردها و آرزوها این سایت رو در تاجیکستان فیلتر کردن و کاربران تاجیک نمیتونن وارد این سایت بشن. در همین رابطه برای دومین بار صفحه وصال حق در ادنا کلاسنیک بسته شد. دفعه اول بعد از اینکه بیش از 30 و چند هزار نفر در ظرف یکی دو روز این صفحه رو لایک کرده بودن، این صفحه رو بستن بنابر اعتراض دولت تاجیکستان. و صفحه دومی که دوستان عزیزمون آماده کرده بودن، اگر این رو نشون بدن، این صفحه رو هم امروز بلاک کردن و نمیخواهند که صدای مظلومیت ملت تاجیکستان به گوش جهانیان برسه، که عزیزان ما انشالله صفحات دیگری خواهند ساخت و هر صفحه‌ای رو که شما ببندید ما صفحه دیگه باز میکنیم و ما خسته نمیشیم تا وقتی که شما خسته نشید. صفحه فیسبوکمون الحمدلله هست، صفحه فیسبوک تاجیکی. عزیزان میتونن از طریق صفحه فیسبوک شبکه جهانی وصال حق به زبان تاجیکی با ما ارتباط برقرار بکنن. همچنین من این بشارت رو هم بدم به شما عزیزان که به زودی صفحه اینترنتی وصال حق به زبان تاجیکی انشالله راه اندازی خواهد شد و همه برنامه ها، مقالات و اخبار تاجیکستان انشالله در این صفحه نشر میشه. همچنین قضیه حجاب یکی از مشکلات عمده‌ای که در تاجیکستان هست و خواهران مسلمان ما در اونجا گرفتار این اعمال وحشیانه هستند که به زور حجاب رو از سر خواهران مسلمان بر می‌دارن و منع می‌کنن پوشیدن لباس رو، که حتی در کشورهای دیگه، حتی در اسرائیل، در اروپا، در آمریکا، در کشورهای کفری، زنهای مسلمان آزاد هستند که چه لباسی دوست دارن بپوشن، چه رنگی رو دوست دارن بپوشن و کسی برای آنها محدودیتی ایجاد نمیکنه. اما در کشوری که ادعا میشه کشور اسلامی هست
و رئیس جمهور اون خیلی دلسوز هست برای زنهای تاجیک. میبینیم که در اونجا به زور حجاب اسلامی رو به بهانه مخالفت با فرهنگ تاجیکستان این حجاب رو از سر خواهران مسلمان ما بر می‌دارن. موضوع دیگه موضوع محدودیت ها در مورد التزام ظاهری جوانان و مردان تاجیک است که به زور میبرند و ریش های افرادی رو که ریشه بلند داشته باشند میتراشند و همه این موارد ضد دموکراسی، ضد آزادی شخصی، قبل از اینکه ضد اسلام باشه. حالا ما نمیگیم ضد اسلام چون که اگر به اسلام اعتقاد داشته باشن که این کارو نمیکنن. حالا ادعا میکنن دموکرات هستن، آزادی دارن. ضد آزادی و دموکراسی است این کارهایی که انجام میدن. نکته دیگر، تجار و سرمایه‌گذاران تاجیک یا غیر تاجیک به مجرد اینکه کارخانه‌ای بسازن یا مشغول تجارتی شوند و کاروبارشون رونق بگیره، یکی از افراد نزدیک به حکومت میاد و به زور این کارخانه یا این مؤسسه تجارتی که این شخص درست کرده رو غصب میکنن، پولهاشو میگیرن و اگرم اعتراض کرد و سر و کارش با زندان هست و احکامی که 10 سال و 15 سال و 4 سال و 5 سال و 20 سال و 25 سال روانه زندان میشن و تجاوز به نوامیس که ما در هفته گذشته بعضی از کلیپاشو نشون دادیم که به زور به دختران تاجیک تجاوز میکنن و از اون قوه جبریه‌ای که دارن در حکومت استفاده میکنن، سوء استفاده میکنن. نزدیکان سردمداران میان وارد خانه‌های مردم میشه، به دخترای اونا تجاوز میکنن و کسی هم حق اعتراض نداره و هر کس هم که اعتراض بکنه سر و کارش با پلیس و با حکومت هست و باید بره گوشه زندان آب سرد بخوره. موضوعات زیادی است، درد دل‌های فراوانی وجود داره که ما انشالله در این برنامه هم این منبر رو در اختیار عزیزان تاجیک قرار میدیم. شماره تلفن برنامه رو زیرنویس خواهند کرد، همچنین از طریق اسکایپ وصال حق زیرنویس خواهد شد. شما عزیزان میتونید تماس بگیرید و مشکلاتتون رو، درد دلهاتون رو و مصائبی رو که در اونجا باهاش روبرو هستید در تاجیکستان به گوش جهانیان برسانید. و این شبکه شما عزیزان هست و این برنامه منبری است برای آزاد اندیشان، برای کسانی که واقعا برای آزادی میسوزند و مبارزه میکنند. ما همه وقت این برنامه رو اختصاص میدیم به مهمانان عزیزی که تماس میگیرن و در مورد مشکلات تاجیکستان صحبت میکنن و همچنین به تک تک شما عزیزان که تماس میگیرید و در مورد مشکلات کشورتون، در مورد آنچه که جلوگیری از آزادی‌های فردی و حق هر انسانی است که آزاد فکر بکنه، آزاد بیندیشه، آزاد زندگی بکنه و کسی حق نداره که اون رو محدود بکنه، این آزادی‌هایی رو که الله سبحانه و تعالی برای انسان داده. بله، یکی از عزیزانی که فعلا وصل هستند با ما جناب برادر بزرگوار آقای سلیمان دولتوف هستند. ایشون یکی از تاجران ملی تاجیکستان بودن که متاسفانه امروز مهاجر هستند به خاطر ظلم و ستمی که بر ایشان و بر دیگر عزیزان تاجیک روا داشته شده. جناب استاد سلیمان، اگر صدای من رو میشنوید، عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. استاد انصاری بفرمایید. برادران فرزبان سلامت باشید. حضرت استاد، منبر در خدمت شماست و ما میشنویم درد دلهای شما را. خوب، منبر که در اختیار ما باشد ما بر تمام ملت تاجیکستان سلامی خود میرسانیم. ما از روی سخنهای حق امروز در اینترپول قرار گرفتیم از طرف حکومت دولت تاجیکستان، زیرا که ما مسلمان هستیم، زیرا که ذره ایمان در وجود ما قرار نداد که ما خاموش بستیم. امروز در FMS، در پلیس، در میگراسیون سلوجبه در روسیه میبینیم که مردم تاجیکستان زیر عذاب و زیر مشقت قرار دارند، زیرا که 2014 بود من در سپیسپریومی سن پتربورگ رفته بودم. بسیاری از مادرها در اینجا گریه میکردند، همچون خیرات بردم برای اونها تسلیم کردم.
از 400 500 تاجیک در اونجا بودن. در نزد ما گریه میکردند، فریاد میکردند، میگفتند حتی کنسولگری اینها تلفن‌های ما را نمیبردارد. آیا این حکومت حقوق مردم شهروندان خود در روسیه و در دیگر یا پایمال کرده است؟ از خدا نمی ترسد، از الله نمی ترسد. امروز مردم تاجیک عذاب دارد، مشقت دارد، از استرایک ها می غلطد. حتی ما عمری وسیع نداریم، ما 29 ساله هستیم، حتی مارگا می رفتیم. مردم تاجیکستان چی کار میکردیم؟ کفن میکردیم و طرف تاجیکستان روان میکردیم. آیا جوانهای یاشه فقط در اینجا هلاک می شود؟ ملت تاجیک امروز مرده است. برای ملت تاجیک امروز یک حکومت نمیتواند که ملت خودش در تاجیکستان کار بتید، اما فقط ملت او در بدر گشت ایستاده است. آیا اگر که حق در بالای این حکومت گفزنی دیگر در اینترپول و در دیگر جاها برده رساندن نگیرد؟ و من در اینترپول وقت در اینترپول بودم، از شهر روسیه سفر به شهر اروپا کردم، مرا در شهر فنلاندیا باز داشتند و 35 روز من داخل او زندان بودم. نه که الحمدلله با توفیل پروردگار مرا داخل تاجیکستان تسلیم نکردند. برای چی؟ برای حقگویی. این چگونه حکومت است؟ مردمش میکشد. امروز تاجیک کش هستیم، مردم تاجیکستان امروز نیست نابود میکند. زن در شهر توز بازار بنیاد کرد، امروز بازاری او را نیست نابود کردنی گرفتنی هستند. اما این زد به ناموس نمیخواد که فرزنداش در روسیه رفته کار کند و در زیر مردمی روسیه زیر ظلم ظالمی قرار بگیرد. امروز مردم تاجیکستان میخواهند در تاجیکستان خود تجارت کنند، اما این اولادی خونخوار، این حکومتی خونخوار نمیگذارد که مردم تاجیکستان کار کند در تاجیکستان. این زنه که صنوبر در شهری توس که یک بازار بنیاد کرده بود، شاید 400 500 آدم در زیر دست او کار میکرد، همین بازار هم از دست او کشیده گرفتن است. رئیس جمهور جناب عالی میگه گجار تماشا میکند، امنیت ملی گجار تماشا میکند، کگبه و ایوده گجار تماشا میکند. امروز ملت بخاری برده ایستادند، امروز ملت هلاک شده ایستاده است، امروز ملت از تاجیکستان فرار کرده ایستاده است. این چگونه ملت است؟ این چگونه امنیت است؟ امنیت تاجیکستان فقط برای ظلم و ظالمی کردن. سخن حق نمیشنوید. کجای دموکراسی شما؟ در روی پوتین هم گپ میزنند، در روی ابام هم گپ میزنند، در روی دیگر گپ میزنند، اما اونها تعامل میکنند. دموکرات میگن. امروز جناب عالی نگو که جناب عالی که در عوض جناب عالی یک سخن گفت که 17 سال 20 سال ترمت میکنه. این نشانه مسلمانداری است، این نشانه مومنداری است. علمای حق گوره گیجا کرده، همه اینها دهناشون زباناشون بسته شده است. نه ایشانی نوردین گپ میزند، نه حاجی میرزاش گپ میزند، نه دامل عبدالرحیمش گپ میزند. همه اینها را نیست و نابود کرده. این قدام ملایی که از خدا نمیترسی بالای منبر که محاربه به شیطان بکند، امروز محاربه به شیطان ندارد، امروز محاربه به خدا و به رسول دارد. آیا از خدا نمیترسه؟ آیا این ملت تاجیک مرده ساده است؟ شما حالی هم جناب عالی میگید. آیا این ملت تاجیک بر فنیسی در میگراتان سروش و هلاک شده سادن؟ حتی کارگرای همون اخرانهای فنیس تاجیک ملت کوب میکنن، مانند حیوان کردین تاجیکا را. شما گیجا را نگاه میکنید یا فقط در کرسی ها میشینه پروا نمیکنید؟ از ملت تاجیک خبردار شوید. و چرا امروز بچه جناب عالی در بهترینی ماشین ها سوار نشده است؟ امروز ملت تاجیک به خواری رفته است، مظلوم شده است. امروز چگونه حکومت هستی؟ چرا در پای بچه جناب عالی گر خواره بخرد جناب عالی را خواب نمیبرد؟ امروز ملت وقتی که پدری ملت خوش میگیرد، ما که فرزندای تاجیکستان هستیم، خوش اگر که پدری ملت بگیرد، چرا فرزندی خودش این تاجیک فرزندی او است؟ اگر نه چرا با پاچه ملت خار میخرد و شما از ملت خبردار نیستید و پروای ملت نداره؟ ای مادرای عزیز، ای مردم تاجیکستان،
شخصایی که در تاجیکستان ندای منو میشنوید، یقینا دانید فرزندای شما خارچیده شده است، فرزندای شما حلال شده شده است، فرزندای شما نابود شده شده است. فرزندی تو امروز میگه مادرم خسته نباشد، گفته شده است مادری عزیز من خوب هستم، نه که حالی او خوب نیست. فرزندی تو را تهمت میکنند، همچون پلیتیا از ره میقبند آدم، تاجیکا را میقبند، دیگر برای رزولت دادن. میگه که مرا حقارت کردن و دشنام کردن. 3 روز 4 روز در داخل اون حبس خانش در روسیه محکم میکنن و 20,000 30,000 متری که دپارتات نکنن از اونجا بیرون میکنن. تهمت به تمام فرزندای شما میزنن. امروز فرزندای شما عذاب دارن، مشقت دارن. ببین که روز 9 می چگونه این شخصی یک تاجیکه که هلاک کردن در روسیه، سرش بریدن، دستش بریدن. اون فرزندای شما هلاک شده، مرده شدن. آیا که یقینا دانید که من 1 ینور 2 جسدی بیجانی از شهر 5 روان کردم به شهری، از شهر روسیه به شهر تاجیکستان روان کردم. اونا نه زن گرفتند، یک فرزندی داشتن، امک پیسر بودن. نیکی زن او انتظار است که شوهر ما از روسیه می آید، فرزندی او انتظار است که پدری ما از روسیه می آید، پدر و مادر انتظار است که بچه ما در روسیه می آید. نیکی معلسات در داخل گراب جسدی بیجان از گلو تا پیشناف بریده این طرف تاجیکستان روان میکنند. فرزندی او یتیم، زنی او بیوه، پدر و مادری او خونشار گریه میکند، اشک میریزد، ناله میکند. برادرای عزیز گرامی، ای ملت تاجیک، شما زنده باشید، شما ترس از دل خود بیرون کنید، خیزه ندا کنید. چرا امروز حکومت بیرق کلان میزند در جای او 30 میلیون دلار ده یک زواد روی کند نمیشود؟ چرا چایخانه کلان روی میکند در جای چایخانه یک زواد روی کند که مردم مهاجرش از روسیه سال به سال کم کند؟ این بهتر نیست؟ الو. بله برادر عزیز و بزرگوار جناب استاد سلیمان، من یک نکته رو میخوام خدمت شما و بینندگان عرض بکنم که همه این مطالبی که شما فرمودید به گوش ملت تاجیک و بینندگان ما رسید. منتها عزیزان ما در اتاق فرمان این تصویر رو نشون بدن. یکی از روزنامه‌های تاجیکستان به نام فرج در اینجا دیروز در شماره دیروز خود مطلبی رو آورده و اینجا گفتن که همه این حرف‌هایی که در وصال حق زده میشه اینا همه دروغ است و اینجا ملت تاجیک تینج هستن، هیچ مشکلی ندارن و مساجد هست، مدارس هست، کسی با حجاب دشمنی نداره، کسی با حج رفتن دشمنی نداره، کسی با تاجران ملی دشمنی نداره. و از طرف دیگر کمیته دین تاجیکستان، سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان و اراکین دولتی هم در بیانیه‌های مختلف همه این حرفا رو رد کردن. به نظر شما کی داره راست میگه در اینجا؟ ملت تاجیکستان یا حکومت تاجیکستان؟ برادر عزیز گرامی، امروز که وقتی که شما مشاهدی میشین، شاهدی حال میشید که تمام ملت تاجیک میبراید در اینجا عرض داد خود بیان میکنه و تمام ملت تاجیک امروز دروغگو است در برای این حکومت، برای این شورای علما و برای دیگر. اینها جنگ به پروردگار قرار دادیند. 2011 سال بودیم که مسجد محمدی به نام ایشان نورالدین، یکی از علماهایی که از سال 70 و 80 اونها دعوتی بر اسلام میکردند، مسجدها اینها را محکم کردند. آیا این شورای علما از خدا نمیترسه؟ از الله نمیترسه؟ آیا که این حکومتدارا از الله نمیترسه؟ آیا این حکومتدارا فرزند ندارند؟ آیا که یک جوانی که به نام امید صالح وقتی که در حبسخانه تاجیکستان ترمش کردند، آیا یقینا دانید که شما فرزند نداره؟ شما امروز مردم بیچاره را برای سخن حقگویی میگیره میبری محکم میکنید. شما رفته در بالای دیوانهای ملایم نرمتان در خانه هاتان استراحت میکنید در پیش فرزنداتان. اون جوانی تاجیک در داخل حبسخانه ها، به خدا قسم و الیه المصیر، بازگشت همه شما به سوی پروردگار است.
خواه شورای علما باشد، خواه کمیته دین باشد، کدامی باشد نباشد، همه شما به پیشگاه خدا می روید. چگونه ای که این جوانان از روسیه دست و پا بسته می شود و به شهر تاجیکستان و در خاک تاجیکستان دفن کرده می شود، شما را یقینا دارید ای حکومت دارا، ای ملت تاجیک، ای کسانی که امروز به ظلم و ظالمی دست زده ایستاده، شما هم پیشگاه خدا مانند این جوانان میرید. این عمر طولانی نیست عمر ما. فرعونا کجا شد؟ نمرود کجا شد؟ ابوجهل کجا شد؟ همه اینا رفتن زیر پرده خاک، زیر خاک رفتن. ما هم میریم، ما هم پیشگاه الله میریم. امروز دین خار نکنید. شما خودتا نوارث محمد صلی الله علیه و سلم قرار میده. شما محمد گفته امروز از روی دین محمد امروز شما را حرمت احترام میکنند و شما دین محمد پیش میبرید و محمد صلی الله علیه و سلم چشم شار به سون شما است که شما دین من رواج میده، نه که معلسف امروز دین خدا و رسول چیکار کرده پایمال داره. امروز من از همه شما میگم مردم تاجیکستان دفاع از فرزنداتان کنید، دفاع از دینتان کنید، دفاع از ملت کنید. ما ملت سربلند بودیم. چرا ما امروز به اروپا میبینیم سطر آدمی سطر کن سطر میکنه، آدمی که ریش میخواه ریش میمونه، آدمی که مسجد نماز میخواه نمازخانه مسجد میروه. امروز در تاجیکستان ما معلسف این سخنها، این سطر حجاب چی مثلا جناب عالی میگه که من ناموس من نمیبردارد. آغیز آغیسیان خداوند در قرآن گفت است که قل ازواجک به زنات بگو به محمد صلی الله علیه و سلم و بناتک به دخترات بگو، به تمام زنهای مؤمنین بگو که از بالای سرشان روی مال پرتاید و پیشی بری او را شوهرش بینه، روی موهی سری او را برای شوهرش حلال است، نه برای مردم بیگانه. آخه چگونه شما مسلمان هستید؟ نیکی برادرای عزیز گرامی، مردم تاجیکستان، مردم سربلند تاجیکستان، مردم با ناموس تاجیکستان، امروز ناموستان نگیران کنید. امروز ناموستان خزانت که امروز عین ناموس است. امروز ما هلاک شده سادیم، ما مرده سادیم. از خاطر چی است؟ از خاطر ای است که امروز شما پروا ندارید، شما پروای فرزندتان ندارید. پروای امروز زن مرد رو به خارجه و به روسیه کرده است. آخه اگر که حکومتدارای ما ناموس می داشتن میگفتن که چرا امروز در تمام جا ما را طعنه میکنن که بس ما در همینجا صاحبکارا را جای کار بتیم که صاحبکارا میتونن هزارها صاحبکار میکنن که صدها آدم ها را آری مگجا شید. مگزین های آری مده هزار آدم ها کار میکردن. در کارخانه زید سعید هزارها آدم ها کار میکردن. گیجا شدن همینا را برای چی محکم کرده؟ وقتی که شما نمیتونه ما نخیمو صاحبکارا کار پیش ببرن. شما جو نکنید به صاحبکارا، به ملت تاجیک جو نکنید. ملت تاجیک امروز خسته شده از شما. بله. استاد سلیمان، شما خواهش میکنید. استاد سلیمان، شما به عنوان یک تاجر، ما میبینیم که در کشورهای مختلف مثلا در ترکیه، در امارات، در تایلند، در کشورهای فراوانی که وجود داره، خاصا کشورهایی که در حال توسعه هستند، سعی میکنن که همیشه سرمایه گذاری خارجی رو جذب بکنن. مثلا اعلان میکنن که ما برای کسانی که بخوان بیان در کشور ما سرمایه گذاری بکنن فلان تسهیلات رو برای اینا قائل میشیم، مشکلاتشون رو حل میکنیم، مالیات کم میگیریم تا این سرمایه گذاری ها سبب رشد اقتصاد این کشورها بشه. و حتی به تاجران محلی، به صاحبکارهای محلی در کشورهای مختلف میبینیم که حکومت‌ها ممیزات خاصی رو برای اونا قائل میشن، اونا رو از بعضی از مالیات‌های دولتی معاف میکنن تا که رشد تجارت و رشد اقتصادی یک کشور سبب بهبودی وضعیت زندگی ملت بشه. چرا در تاجیکستان دارن با این مسائل مبارزه میکنن؟ یعنی اگر اینا عاقلانه فکر بکنن، تاجران امثال شما چرا پولهای خود و سرمایه خودشون رو بردارن برن در یک کشور دیگه برای بیگانه خدمت بکنن؟ چرا همین خدمت رو برای خلق تاجیک انجام ندند؟ این حکومت نمیخواهد که مردم تاجیکستان باشه و مردم تاجیکستان صاحبکار شود. مردم تاجیکستان میخواهد همیشه از شهر به شهر باشد، همیشه در خارج کار کنند. من وقتی که در این شهرها میبینم تمام ملت در زیر دست اینها کار میکند
و حتی اگر تاجرایی که تاجرمندایی که پول و مال دارن در اینجا زیر حرمت از زیر حرمت احترام قرار دارن، حتی نلاک تا بسپار کار و بار دیدن که در تاجیکستان ما معناصف این نیست. مردم بی سواد کرده سودیان، مردم بی سواد شده سود است. امروز مردم تاجیکستان بی سواد شده. حتی جوانای تاجیک مکتب صنف 11 را تمام میکنن رو بررسی هم میارند. حتی مردم تاجیک امروز در سمایلات با یگام شهری روسیه با یگام جو پرواز میکنن، حتی همون میگراسیونی که ورقه‌ای که برای قید ماندن نوشتن نمیتونن. این از روی بیسوادی است. برای چی امروز حکومت تاجیکستان تاجرها را نمیماند که کار کند؟ برای که امروز حکومت جوانا بای نشود. اگر که امروز تاجرها را دستگیری میکرد این حکومت تاجرها را امروز جای کارشان امروز از دست اونها نمیگیرید، شاید هزار میلیون تاجیک امروز رو بررسی نمی آوردن زیر دست یعنی تاجرها کار میکردن. هزارها صاحب کارایی بودن که زوادها میتونن کار کنند، نه که اما علاسف از این حکومت ترسان هستند، نمیخوان که دیگر در تاجیکستان این تجارتاشون چیکار کنن پیش ببرند. امروز ترک کردن شهر تاجیکستان، در هر شهر باشند تجارت خود پیش میبرند. تشکر از شما. تشکر جناب استاد سلیمان دولتوف، یکی از تاجران ملی تاجیکستان که فعلا در هجرت به سر میبرند. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی روزی رو بیاره که شما رو در دوشنبه سربلند و در حالت خدمت به خلق شریف تاجیکستان ببینیم. تشکر از تماس شما. امیدوار هستم استاد عزیز، امیدوار هستم از پروردگارم که ان شاء الله امیدوار هستم تاجیکستان ما آباد میشه، ملت تاجیک ما سربلند میشه. امیدوار هستم از خدا و از شما تشکری میکنم که در این برنامه من تونستم که با شما زنگ بزنم و درد دل خدا برای مردم تاجیکستان بگم. مردم تاجیکستان خداوند همه شما را نگه دارد. این عزیزایی که در تاجیکستان هستند اینا را حرمت احترام قرار بده، مانند ایشان نورالدین حاجی میرزا، که زیرا که اینها را بسیار تهمت‌هایی کردن، همه این دروغ است. از شما خواهشمند هستیم که فقط با همت باشید، با غیرت باشید. امروز اگر شما ترس بگیرید عمر شما طولانی نمی شود. امروز اگر با غیرت باشید عمر شما طولانی نمی شود. هر وقتی که الله بخواهد جان شما را میگیرد، هر وقتی که پروردگار وقت و ساعت شما را اگر که یار دیگر پیش مرگ هیچی گرفتن نمیتونه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد انصاری و دیگر برادرای فارس‌نماد، خداوند همه شما را نگه بداره. سلامت باشید. تشکر از شما برادر بزرگوار آقای سلیمان دولتوف، تاجر تاجیکی که در خارج از تاجیکستان زندگی میکنن. انشالله ما مهمانان دیگری هم داریم که تماس با اونا برقرار شد. دوستان به من اطلاع میدن. ما خیلی سعی تلاش کردیم که با خانم صنوبر، یکی از تاجران ملی تاجیکستان که مارکت یا بازار ایشون در تاجیکستان از طرف افراد دولتی آنطوری که ادعا شده و در اخبار اومده غصب شده، با ایشون هم تماس بگیریم و در مورد مشکلات خودشون صحبت بکنن که متاسفانه موفق نشدیم. آخرین خبری که به دست ما رسیده دوستان، اگر این صفحه رو نشون بدن، صفحه فرج، یکی از روزنامه‌های تاجیکستان، در اینجا میگه که 8 مسجد در دهات پنجکنت، یکی از شهرهای تاجیکستان، به مراکز فراغتی، ادارات رئیسان محله ها، کتابخانه و دیگر جاهای به اصطلاح جمعیتی تبدیل شده و اوزجان نظرزاده، امیر این شهر یا والی این منطقه، گفته که بیش از 21 مسجد وجود داره که از قید دولتی نگذشتن. این یک فریب و یک حیله هست که میآیند میگن که این مسجد مجوز رسمی نداره و در دولت ثبت نشده و این رو تبدیل میکنن به چی؟ به چایخانه و به کتابخانه و به مراکز فرهنگی و به ادارات دولتی. ما قبلا هم گفتیم، بازم میگیم، یک مسلمان به جای اینکه شما برای اداره دولتی یا برای چایخانه یا برای چیز دیگه بیاید مجوز بدید، همین مجوز رو برای مسجد بدید. و در خیلی دیگر از شهرهای تاجیکستان این روند هنوز هم ادامه داره
و علی الرغم این که بعضی از عزیزان ما پیام‌های از تاجیکستان فرستادن که اوضاع نسبتاً بهتر شده بعد از این برنامه‌ها و اشتباهاتی که وجود داره اصلاح میشه و ما قبلا هم گفتیم و بازم میگیم و از دولت مردان تاجیک و از رئیس جمهور تاجیکستان و از بزرگان تاجیکستان، از علمای تاجیکستان، از کمیته دین تاجیکستان، از جناب مفتی تاجیکستان درخواست میکنیم که حرف ملت رو گوش بکنید، درد ملت رو گوش بکنید. بقای شما در بقای این ملت است. دیدید که کسانی که ملت خودشون رو ندیدن، به ملتشون ظلم کردن، حرف دل ملت رو نشنیدن، به چه وضعیتی گرفتار شدن. مشکلات این ملت رو حل بکنید و در مقابل قانون الله و رسولش نیستید. هر کس که در مقابل الله و رسول صلی الله علیه و آله و سلم ایستاد، قوانین الله و رسول رو زیر پا گذاشت، بدبختی و رسوایی دنیا و عذاب دردناک آخرت در انتظار او خواهد بود. برادر عزیزمون آقای سهراب ظفر، فعال سیاسی تاجیک، شما پشت خط تشریف دارید؟ بله، سلام علیکم برادران. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد سهراب بزرگوار، شما به عنوان فعال سیاسی تاجیک، این منبر در خدمت شما هست. ما سراپا گوش هستیم، دلگفته های شما رو میشنویم و انشالله بعد از تماس ایشون ما عزیزانی رو از بینندگان شبکه خواهیم داشت که انشالله در مورد این موضوعات صحبت خواهند کرد. بفرمایید حضرت استاد، ما سراپا گوش هستیم. سلامت باشید. اولا میخوام این نداره خود را بیان کنم به شما و به مسئولین شبکه. سلامت باشید. امروز ما میتوانیم سخنهای خود را به مردم وطنمان تاجیکستان و خارج از آن برسانیم، در حالتی که اکثر روزنامه‌نگاران ما متاسفانه در داخل وطن خاموشی را اختیار کردند و مردم ما محدودن از خبرهایی که به منفیت امروز و فردای ما مردم تاجیکستان است. بازم تشکر برادر. سلامت باشید. تشکر شما. سلام علیکم هموطنان و تماشابینان شبکه وصال حق. باعث افتخار است که امروز مردم ما از خواب غفلت بیدار شدند، در داخل و در هر گوشه دنیا صدا بلند کردند، چهره رژیم خودکامه امروزه تاجیکستان را روشن کردند و از حق خود دفاع دارند. این هم زحمت افرادان روشنفکر، روحانیان خداترس، دعای پدران و مادران مظلوم، اشک چشمان طفلان یتیم، زحمت برادران و خواهران وطن دوست، زحمت شهیدان این راه، عمرعلی قوتوف، امام نظرов، سبزعلی محمدرضایی و باز صدها نفره از دست این رژیم کشته شده و محبوسان سیاسی به مثل مقصود ابراهیموف، زید سعیدوف، شهرت قدرتوف، برادران ما عبدالرحیم وصیف، سلیمان جابیروف، مهربان ستاروف و دهها دیگران از زحمت و دهها دیگرانی که در این راه زندانی شدند و زحمت جوانان مبارزه که در این راه همه هستی خودشان کنار گذاشتند، جسورانه مبارزه دارند علیه این رژیم. همان جوانایی که نعره آنها این حکمران امروزه را در خواب و بیداریشان میشنوند، همون جوانایی که امروز جسم و جان کرسی این ظالم رحمان تا بلرزه در آوردند. این جوانا اجنبی نیستند، اینا همش فرزندان وطن ما تاجیکستانی هستند. اینا از منطقه کلاب یا رشت یا سوغد و بدخشان، اینا از همه مناطق کشور ما متحد شدند. این مبارزه یک روح و یک دو نفر نیست، مبارزه مردمی است. این همون راهی است که رژیم امروزه همه وقت از او هراس داشت و تمام قوا و مکر و حیله خود را صرف میکرد تا سد راه مردم شود. در هر یک منطقه‌ای که مردم میخواست قیام کنه علیه رژیم، رحمانوف در حال برای یک عملیات علیه کوکنار یا قاچاق و غیره برنامه‌ریزی کرده، به اوجا روان میکرد. افسر و عسکری خودش 3-4 هزار مردم اون منطقه را سرکوب تیرباران میکردند و شخصیت‌های معروف و وطن‌دوستان اون منطقه را میکشیدند کنج زندان یا به قتل میرساندند. مثال حادثه‌های کلاب، رشت و بدخشان. ایولی 2012 در ماه شریف رمضان در خاروخ 21 نفر مردم عادی کشته شد از جانب رژیم امین ظالم. مقصد نابود ساختن نیگرها و زیر تاثیر آوردن مردم زیر عملیات امین کوکنار 2012 بود. بعد از عملیاتی که گذشته بود، جنرال تاجیکستان شیرخان سلیم‌زاده چی گفت؟ گفت ما قانون ویران نکردیم، عملهای ما از روی قانون بود.
پس به قتل رساندن زن و طفلان برای شما قانونی است؟ بله درست است، در قانون شما درست است. در ماه شریف رمضان مردم عادی را بمباران کردن برای شما قانونی است. سرزمین محمد رضا رسما یکی از رهبران حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود، لیکن در تظاهرات بدخشان فقط به خاطر سخنهای حقش از طرف امنیت بعد از برآمدش دستگیرش کردن، بردن لطف کوب کردن و بدون سود اسناد به قتل رساندن. 30 تیر از автомат کلاشنیکوف خالی کردن در جسم جوانمرد 30 ساله در ماه شریف رمضان، شخص روزه‌دار. خطای ما مردم در این بود که ما خاموشی را اختیار کردیم. وقتی خطر و دردقان بالای مردم منطقه دیگر کشور میاد ما خاموش بودیم. در حادثه‌های کلاب ما خاموشی را اختیار کردیم. در صبح ما خاموشی را اختیار کردیم. در رشت هم خاموشی، حتی نفرانی پیدا شدند که خیانت کردن به مردم خود. انشاءالله در این باره آینده ما گام میزنیم نسبت مکر حیله و خائنی در حادثه رشت. سخنها زیادند. الله را شکر که امروز مردم متحد شدند و از مکر حیله این حکومت با خبر شد. این رژیم ظالم برای دیگر من نتواند کرسی خودش محافظت کنه و یگانه راهی که باز از چند سال دیگر حکمران باشند یک راه دارند که از روی برنامه‌های تهیه شدهشان باز از جنگ دیگر تشکیل کنند در داخل وطن. رحمان همه نمود ظلم استفاده بود به سر مردم. کشتار، لطف کوب، کشیدن مال ملک مردم، در زندان‌ها عذاب و شکنجه، فروختن پارچه‌های زمین وطن ما. خلاص همه نمود ظلم به مردم راه داد. ما مردم خاموش بود. بالاخره چه کرد رحمانوف؟ چنگال زهرآلود و خونالود خودش بدین ما بدین اسلام زد. سببش این است که چقدر گفتم جنگ میخواهد. بچنی عملش میخواد که توجه مردم رقیبای سیاسیش و از جمله گروهایی که علیه نام تروریستی و اکستریمیستی گرفتن بسته خود کنند تا دیگر کشورها را در مکر خود را ورده به کمک خود فدا کنند. این مکر حیله‌اش. این یگانه راهی است که برای رحمان کرسی خود در حالت جنگی حفظ کنه، چون که همه وعده‌های به خلق دادش پوچ خالی داد و یگان وعده خود عملی نکرد. سبب عملی نکردنش عیش و عشرت، میخورگی، به مسئولیتی، خش و تباربادی در فکر ملت وطن نبوده و بیناموسی است. نیرنگا این را بینید وقتی خودشون که از امریکا، اروپا و روسیه کمک بگیرن چی میگن؟ شریکان استراتژی ما میگن. اما وقتی که یک رقیب سیاسی آنها به او دولت سفر میکنه این شریکای استراتژی خودگان بیرونه حساب میشوند. وقتی خود رحمان به دولت عرب و ایران و افغانستان میروه اونا را به آغوش میگه ما برادریم، همخونیم، دین و فرهنگ ما یک است، لیکن در داخل وطن اونها را بیگانه و اجنبی نمیگیره. مردم مسلمان و درد مردم مسلمان امروز برای رژیم هیچ ارزش نداره. روی راست ضد اسلام میجنگه. امروز از طریق تلویزیون ما در تاجیکستان فقط سیاه و داغدار کردن مسلمان و اسلام است. به مثل نوارهایی که فحش فاسقه نشان داده گویا زیناکارا این نفرهای هستند که ملا یا زنهای سترپوش هستند. خوب بگذار یگان تاش حقیقت داشته باشد. اما اگر شما اسلام دوست نبودید اینا را آشکار نمیکردین، همون شخص را جزا میدادین بدون نمایش. لیکن نمایش شما جاهلی و روی راست دشمن اسلام بدن کند. اگر میخواهی سر روی زیناکاری را بگیری تو خود دست به زیناکاری را، سر روی فرزندان اقربای زیناکار را بگیر که مردم از دست اونا بداد آمدن که نه تاجیک دوست میداری نه تاجیکستانی را یا نیرنگ باز هستی. وقتی که در دولت‌های دیگر یک حادثه ناخوش رو میکنه رحمان در حال بحثا روان میکنه، تعزیه بیان میکنه، من به خشم اومدم گفتم محکوم میکنه. خوب قبول هستم که رهبر یک دولت بیاد تعزیه بیان کنه و در غم آنها شریک باشه. جان آدمیت البته عزیز است، لیکن امروزها فرزندان مردم تاجیکستان در مهاجرت قربان میشود مگر با توسط تلویزیون مرگ یک مهاجر محکوم کردی؟ مگر برگان دولت گفتی که از این عملی که شهروند مرا تحقیر کردی، زندانی کردی یا به قتل رساندی من خشمگینم گفتی؟ برای چی وقتی شهروند تاجیکستان به قتل رساندن نشد خشمگین نمیشد؟
4-5 روز پیش باز یک تاجیک دیگر از سر شیطانش جدا کردن. برای چی خشمگین نشدی؟ تو امروز در روسیه بودی، برای چی صدا برا نکردی؟ برای چی دفاع نکردی؟ مگر از پدر و مادر اونها بار رفتی تعزیه بیان کردی؟ نه نکردی، چون که بیناموس و بیشرف هستی، میترسی از خداوند. خجالت داری، نه اینکه ما ساده مسلمان قربان بشه به خانه و در میمونن. استاد سهراب ظفر برادر بزرگوار، اگر در انتخاب کلمات یک کمی دقت بکنید من خواهش میکنم از شما. بفرمایید. یا الله، چخیلی گفتن امروزها ساده مسلمان ها قربان میشن به خانه و در میمونن. امروز در هر کنج دنیا مردم مسلمان، پدر مادر، برادر خواهر، مال ملک، ناموس خواهران مادرانش از دست میدهند. در روز کشته میشه تا 40-50-100 مسلمان. لیکن در خبرها در یک خط زد فقط در پایان همون تلویزیون نوشته میشه امروز در افغانستان، فلسطین یا عراق یا سوریه 40-50 نفر هلاک شد. تمام، یک کس پروا نداره. مرگ مسلمان عادی شده برای مردم. استاد سهراب بزرگوار، یک نکته ای که شاید سوال باشه برای خیلی از بینندگان ما، بعضی از حزب‌های سیاسی، شخصیت‌های سیاسی و علمایی که در قبال این مسائل سکوت می‌کنند و بعضی از اینها شاید تاجیکستان را ترک کرده باشند و امروز در کشورهای دیگر مستقر شده باشند. رهبران بعضی از حزب‌هایی که مردم به خاطر اونها خون دادند، مردم به خاطر اونها جانهای شیرین خودشون رو فدا کردند، اینها رو به قدرت رساندند، اما اینها اومدن همه چیز رو باختن و امروز تاجیکستان رو به دست این انسان‌ها رها کردند و در کشورهای مختلف دارن زندگی می‌کنند. چرا اینها در کنار ملت قرار نمیگیرند؟ چرا از ملت دفاع نمیکنند؟ همین سوالو شاید کسی از شما بپرسه. حالا مثلا رئیس جمهور تاجیکستان یا دولت مردان تاجیکستان اینها ظلم کردن، فلان کردن، این کردن، اون کردن، اما این شخصیت ها، این علما و این رهبران احزابی که بعضی از حزب‌های اسلامی بودند، چرا اینها ملت را رها کردن و از درد ملت سخن نمیگویند؟ خب تشکر برای سوال. اول در این راه نفرای بدن، ما اگر خفا نظر کنیم نفرای بدن که شروع کردن، در همین راه شروع کردن. بعض اون نفرها آمدن در نیستی راه شروع کردن، نمیدون مطمئن بدن یا از فرق بود سکوت کردن، یا نفرای بدن که کنج زندان شدن، یا نفرای بدن که زیر خاکن امروز، یا امروز نفرای هستن که طرف میگن یا که مال دنیا اونا برده. من هیچ خیلی نمیفهمم وقتی که یک مرد میبینه که ظلم و ظالمی در سر فرزندش خاموشی را میگیره. من فکر میکنم این بی‌ناموسی است. یا شاید میخوان مردم هم متحد کنن، نتوانستن که متحد کنن. مقصد ما از روز اول که برو آمده فقط مقصد ما متحد کردن. الله را شکر که ما امروز متحدین مردم هم میبینیم و ما امیدواریم که این مردم ما قیام میکنن. امروز ما دیدیم قیام میکنن. 6 ماه پیش این نبود، 6 ماه پیش این گپا نبود. مردم فقط برای یک کلاس موندن میترسیدن در رسانه ها. درست. استاد سهراب ظفر، در مورد فعالیت های سیاسی در تاجیکستان آیا محدودیت هایی وجود داره و چگونه برخورد میکنن با مخالفین سیاسی؟ اگر در این مورد صحبت بکنیم. یک مثال یادی میارم در سوال شما. زید سعیدوف یک نفر بود که در پهلوی رئیس جمهور بود، انسان خوب بود، تعریف و تحقیق میکردن به او، همه وقت بالاگذار بود. اون روزی که میخواد یک چیز تشکیل کنه برای یک بهبودی آینده وطن، کنج زندان جا شد. من فکر میکنم همین جواب شما را خانه نگردونه. درست. تشکر از شما برادر بزرگوار استاد عزیز سهراب ظفر. اگر در پایان صحبت ها پیامی دارید برای ملت تاجیکستان در 2 دقیقه یا کمتر در خدمت شما هستیم. ما از شما خواهش میکنم کم وقت دیگر بتین برای من. از شما خواهش میکنم. چون ما بینندگان زیادی پشت خط ها داریم و مهمانان دیگری هم هست، شما 3 دقیقه دیگه ما به شما وقت میدیم. بفرمایید برادر گرامی. خب در آخر گفتم در مسئله برادرایی که اینو گفتم پروای ندارن، پروای مردم مسلمان ندارن.
و وقتی که ببینید وقتی در دولت امریکا یا اروپا یا روسیه 2 نفر کشته میشه این خبرها مستقیم تکرار شب و روز نمایش داده میشود. بفهمید؟ لیکن ما اینجا دشمنی نه به روسیه داریم، نه به امریکا، نه به چین، نه به افریقا. خوش به حالش اونا تونستن که امروز مردم خودشون قدر عزت بدن. امروز بعضی نفرها سوال میکنن که برای چی ما تظاهرات تشکیل میکنیم در داخل وطن، در خارج، نه در داخل وطن؟ جواب چنین است: ما مشاهده کردیم چطوری گفتیم نفرایی که میخواستن این در داخل کنن امروز اونا کشته و کنج زندانن. به همین خاطر ما خواستیم اول مردم متحد کنیم در بیرون، چون که اساس قوای کاری مردم ما ببینیم تا 3 میلیون در خارج است. رحمان به صدای بلند ما را چیکار میکنه؟ ایدار میکنه که ما خوجه داریم. بله ما خوجه داریم، خوجه ما این ناموس ما است. اون میگه که ما زر خریدیم. بله ما زر خریدیم، مادران و خواهران مردم تاجیکستانیم. میگه ما مال ملک میخوایم. بله ما مال ملک میخوایم برای کل مردم کمزات وطن. میگه و آبرو منصب میخوایم. بله ما منصب میخوایم برای کل هموطنان که مهاجر هستند. آبرو میخوایم برای کل مردم تاجیکستان. ما کشور میسازیم که هر یک هموطن ما به اصطلاح خودش معرفی کنه که من تاجیکم یا تاجیکستانیم، چی در داخل یا خارج از وطن. در آخر من یک پیام میخوام به هموطنان کنم: هموطنان عزیز، مراجعت به شما متحد باشید، به سفسطه حکومت دیگه باور نکنید، پرده ترس بکنید. در چند سال اخیر همه از شکایت شما برای حکومت به اساس میخوان. وقتی مردم میگه پسر من میلیسر کشت، حکومت میگه سخنت اساس نداره. مالک میلیون نکشیدن گرفتن اساس نداره. ریش متراشیدن اساس نداره. سطر مگرفتن اساس نداره. امروز ما برای حکومت میگیم که دیگر تو به سفسطه‌هایت و قانون تو چه به معنیت اساس نداری برای ما. ما در روز اول گفتیم استعفا بده برای آسایشتگی و برادر این باز ما را کنج زندان کرد. ما گفتیم سیرا نمیگیریم و برادر ما مقصود 6 کار زد. ما گفتیم جنگ نمیخواهیم، برادر ما عمراد قوت در نزد فرزندای کوچکش به قتل رسوند و فرزندای وسیعت 6 سال دیگرش 10 ساله به زهر داد. رحمان خودش تروریست است. این حکومت امروز در دست 3-4 اهواش و بیناموس قاتل است. اگر بازم صدها نفران ما را زندانی کنید، کار بزنید، بکشید، دیگر فایده ندارم. مردم بیدار شید. ما دیگر از رحمان اصلاحات طلب نمیکنیم. هدف ما معلوم است. هدف ما سرنگون کردن تو و انشالله سرنگونت میکنیم. ما غضب الله بالای هستیم. مردم شریف تاجیکستان با دعا باشید، قدم‌های ما نزدیک است، در پناه الله باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد سهراب ظفر، فعال سیاسی تاجیک. و نکته‌ای که من لازم به یادآوری می‌دانم در اینجا که آنچه که از طرف مهمانان شبکه در این منبر ایراد میشه نظر شبکه جهانی وصال حق نیست و نظر شخصی این عزیزان است که بنابر آزادی بیان که ما معتقد به آن هستیم مجال داده میشه که این عزیزان صحبت بکنن. من تماسهایی را از طریق تلفن میگیرم تا دوستان عزیزمون انشاءالله برقرار بکنن و با مهمان بعدی ما استاد سیف الله، یکی از مهاجرین تاجیکستان در خارج از این کشور، با ایشون هم انشاءالله صحبت هایی خواهیم داشت. بله سلام علیکم، بفرمایید. الو. بله سلام علیکم بیننده گرامی، بفرمایید. الو سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. عبدالرحمن از تاجیکستان. بفرمایید. میناداری خود رو با شما بیان کردن پیج آقای انصاری که از این برنامه‌ای که شما تشکیل کرده قسم زیادی مردم تاجیکستان از اون با خبرت که در تاجیکستان قسم علمایی که بودند آلوده بر عقیده رافیزی و با علوی از این مردم با خبر شد و در برابر این از شما اظهار میناداری میکنیم که مردم را در متحد شدن و در اونه که ضد این رافیزی ها و این عقیده که برای اسلام دشمن است بیدار کرده و از شما یک چیز دیگر میخواستیم که در برابر همین برنامه خود مقصد مردم تاجیکستان که از این با خبر شد
و عقیده از اینها که عقیده کفر است، این کار هیچ کس کردن نمیتواند. در برابر این آن را میخواستیم که فقط این مردم را متحد کرده میتواند فقط و فقط اسلام حقانی، نه اون اسلامی که اسلام دروغینه که در دیگر جا از وجود دارد. درست. و به مثل دولت هایی که رافضیگری و اینها در اونجا از وجود دارد. درست. و متحد کرده میتواند در برابر این تمام مردم تاجیکستان را اسلام حقانی. درست. درست. اسلام حقانی و در همین برابر قسم زیادی مردم تاجیکستان که در روسیه، نه اینکه یک تاجیکستان، ازبکستان، افغانستان، مردم اذیت کشیده افغانستان، مردم تاجیکستان در غلامی که در روسیه هستند، اینها را فقط متحد کرده میتواند اسلام. درست. فقط اسلام، دیگر راه نیست. درست. تشکر از شما عبدالرحمن جان. تشکر برادر عزیز. الله مطلع. و میخواستم یک چیز دیگر آقای انصاری، میخواستم اون را که مردمی که شما بسیار گفتید که این مردمی که در داعش رفته میروند، اینها از حکم از جبر این چنین حکومت ها رفته داعش پیدا می شود. اما این داعش برای امروز مردم اسلام در حقیقت اسلام جای هست که دیگر از اونجا فقط رواج رونق شده میتواند. این را از شما التماس و خواهش میکردم که محکوم نکنید اونها را اگر خطاگی داشته باشند، بس مثل شما و این شخصانی ارزنده عالمان و مثل مجیب الرحمن انصاری، اینها یک عقیده پیشنهاد کنید که تا اینکه طرفداری از اونها زیادتر شود، نه اینکه محکوم کردن. التماس ما این است اگر خطاگی داشته باشند شما میتوانید اونها را اصلاح کنید، دیگر غیر شما هیچ کس اونها را اصلاح کردن نمیتواند. تشکر از شما. تشکر از شما. مردم تاجیکستان تشنه اسلام است، نه تشنه دیگر دموکرات و دیگر بیزارن از اون عقیده های کفر که در کمونیستی و رافضیگری و در برابر این دموکرات و دیگر از اینها بیزارن. درست. فقط میتواند اسلام نجات دهنده مردم مسلمان باشد، دیگر نه. درست. تشکر از شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما برادر عزیز و بزرگوار عبدالرحمن جان، ما ببینید هر عملی که مخالف با قرآن و سنت باشه، ما از زندگی صحابه، زندگی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، از سیرت ایشون باید درس بیاموزیم. سرمشق ما باید زندگی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت و صحابه باشه. حضرت علی رضی الله تعالی عنه با خوارج جنگیدن. میدونید خوارج کیا بودن؟ خوارج از یاران نزدیک حضرت علی بودن، یعنی تابعین بودن، با صحابه زندگی کرده بودن. وقتی که عبدالله ابن عباس برای مذاکره با خوارج در نهروان رفت، میگه وقتی که اونها رو دید که همه دارن قرآن میخونن، تهجد میخونن، نماز شب میخونن، ظاهرشان، اعمالشان، کردارشان همه مانند مسلمان هاست و شاید طبق فرموده پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که میفرمایند که شما شاید نمازتون رو در مقابل نماز اونها ناچیز بگیرید، تلاوت قرآنتون رو در مقابل تلاوت قرآن اونها ناچیز حساب بکنید، اما قرآن میخوانن و قرآن از گروی اینها پایینتر نمیره. یعنی قرآن میخوانن اما در وجود اینها تاثیر نداره. اسلام دین جهاد هست، گفته که در مقابل ظالم جهاد بکنید، گفته که برای گرفتن حق خود قیام بکنید، جهاد بکنید. یکی از یعنی ارکان دین اسلام هست جهاد. منتها جهاد از خود شرایط داره، جهاد از خود یک سری اخلاقیاتی داره که رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم برای ما بیان کردن. نه اینکه ما بیایم انسان‌های بیگناه رو بکشیم، با مسلمان‌ها درگیر بشیم، به خاطر کوچکترین سخنی کسی رو تکفیر بکنیم، خونش رو مباح بکنیم، بعد گردنش رو بزنیم. ما اینم گفتیم که و بازم تکرار میکنیم، ببینید شما کسی رو به عنوان فکر میبرید زندان، در زندان شکنجه میکنید، عذابش میدهید،
این فکر سالم این انسان تبدیل میشه به یک فکر خراب، به یک فکر متشدد، به یک فکر متطرف. شما یک انسان سالم رو میبرید زندان، از زندان که میاد یک انسان تکفیری، تروریست، وحشی، چون اون برخوردی که با این شخص شده در زندان این فکر سالم رو تبدیل کرده به یک فکر متشدد و همین سبب میشه که ما در جوامع اسلامی گروه های تکفیری رو داریم، گروه های متشدد رو داریم و این که ما امروز مظلوم هستیم، کشور ما امروز زیر ظلم هست، امروز ملت ما نیاز داره کسی اونو از دست یک ظالم نجات بده، دلیل نمیشه که ما مثلا به دنبال یک گروهی بریم که عملکرد اونها ثابت کرده که یعنی در خیلی از موارد مخالف با احکام قرآن، مخالف با احکام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و مخالف با دستورات دین مبین اسلام عمل کردن. تماس بعدی. بله سلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. با محمد انصاری صحبت کردن میخواهم. بفرمایید. شما دارید با من صحبت میکنید، صداتون داره پخش میشه، بفرمایید. استاد عزیز، اولا سپاسگزارم با الله و ذات پاک الله و سپاسگزارم از تهیه‌گران برنامه شما. اگر اجازت باشد مراجعتی دارم با مهاجران و با مظلومان و با ظالمان تاجیکستان. بفرمایید. بفرمایید. درودی به پایان بر محمد صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند ثلاث دعوات استجابت لا شک فیهن دعوت المظلوم و دعوت المسافر و دعوت الوالدین علی ولدی. ای مظلومان تاجیکستان، خواهران و برادران و پدران و مادران، ما یکی از کسانی هستیم که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مظلومان دعا بکنند، پرده ای نیست در نزد الله که دعای او را برگرداند. یا که مهاجران تاجیک بیا دستی دعا بر الله برداریم، الله انشاءالله جواب ما را میدهد، انشاءالله دعای ما را، دستهای ما را به نوا بر نمیگرداند. و مراجعت من بر ظالمان، بترس از اهل مظلومان که هنگام دعا کردن اجابت از در حق بحر استقبال می آید. واتقوا هو الذی الیه تحشرون. بترس از آن ذاتی که پیش او حشر می شویم انشاءالله تعالی. الله در قرآن فرمود در سوره انسان در آخران آیتش و الظالمین اعد لهم عذابا الیما. انشاءالله تعالی وعده الله می شود. الله وعده کرد بر ظالمان عذاب علیم انتظار است. و ای ظالمی که تو از پاکی دوری، تو از پاکی دور شدن میخواهی. پاکی یعنی اسلام، اسلام یعنی سلامتی، اسلام یعنی که جامعه سالم، از آن تو دور شدن میخواهی. بدان اگر یک ظالمی تو جوانمرد باشد، از همون ظالمان مراجعت من بر ظالمانی هست که ضد حجاب و ضد ریش و ضد مسجد و ضد اسلام هست. ای ظالم، ای نجس، برای چی نجس میگویم؟ برای که تو از پاکی دور شدن میخواهی. اگر جوانمرد باشد عریضه نویسید که من فلان و فلان و فلان در حکومت تاجیکستان کار میکنم، ضد اسلام هستم، وقتی که از دنیا گذشتم مرا جنازه نکنید. اگر جوانمرد باشی نویس که مرا جنازه نکنید. اسلام جنازه دارد. تو با دنیا آمدی، تو رو ختنه کردن، اسلام بود. تو را اذان گفتن، اسلام بود. بر تو قامت گفتن، اسلام بود. بر تو نام ماندن احمد و محمد و محمود، این همه اسلام بود. من مهاجر هستم، مهاجر از شهر سنت پترزبورگ دولت روسیه زنگ میزنم. و برای چی مادری تاجیک مادری من زنگ میزند، میگوید که بچم، پسرم، منو بر کارخانه دولتی نگرفتن، در کارخانه طبی. میگویم برای چی نگرفتن؟ میگوید که برای که من سطر و حجاب دارم. من میخواستم یتیم بگیرم، یتیم پرورش کردن میخواستم. با من گفتم $5000 میدهی بعد یتیمم میفروشیم. $5000 یتیم فروخته ایستاده است. میگم برای چی؟ میگویند که این یتیم خانه رو حکومت ساخته است، یتیم ها رو میفروشیم. برای کی صرفی در این یتیم خانه کرده رو من
باید براریم میگویند. بترسید از خدا. مراجعت من مختصر میگویم، مراجعت من بر مهاجران. ای مهاجران صبر کنید ان شاء الله. الله ان الله يحب الصابرین، ان الله مع الصابرین. پروردگار صابران را دوست می‌دارد، پروردگار با صابران است. خدا در قرآن میگوید آگاه باشید ای برادران تاجیک، ای خواهران تاجیک، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شدید العقاب. خدا میگوید که بدانید ای تاجیکان، مثال من تاجیکان را مثال میارم، بدانید که اگر عذاب من بالای ظالمان آمد، نه تنها ظالم در اونجا زیر عذاب میماند، تمام صالح هم زیر عذاب میماند. برای چی؟ مفسران میگویند برای آنکه صالحی که در سکوت است در غضب الله وای هم گرفتار میشود. من با درد و عذاب از این مهاجری زنگ زدم. مراجعتی من بر مهاجران بود. ای مهاجران، ای تاجیکانی که یاد دارید یک چند سال پیش بر ما دروازه های مسجد کشاده بود، امر معروف، میکروفون های آزاد بود، ما به نعمت به قدر نعمت نرسیدیم، شکر نعمت رو به جا نآوردیم. الله از ما علم را، اسلام را برداشت. ما گناهکاریم، یک پرزیدنت گناهکار نیست، وای هم سبب می شود، اما ما باید ارتباط خود را با خدا مستحکم کنیم. ارتباط ما با خدا نیست، سوز شده است، ترازوی بازار راست نیست، فاحشه در کوچه بسیار شده است. این همه غضب خدا هست. تنها یک پرزیدنت را میگیرند، دیگرش را میمانند، مردم صالح می شود. ما باید رو به خدا بیاریم، ما باید دعا تماس عزیزمون از تاجیکستان قطع شد. من تماس بعدی رو میگیرم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. استاد انصاری عبدالقهار هستم، از تاجیکستان تماس میگیرم. عبدالقهار برادر عزیز بزرگوار از تاجیکستان، بفرمایید. استاد مهربان، من یک پیشنهاد دارم، یک چند گفتنی کوتاه دارم، بعد یک کتاب. بفرمایید. یا یک پیام. پیشنهادم همین که همین نامی که به امام علی رحمان گذاشته شده است زیبندش نیست، چون که هر شخص باید به رفتار و گفتار و کردارش نامگذاری کرده است. شخصی که دزد است، قاتل است، تجارت مردم را میکند، به مردم ظلم میکند، از پایمال شدن حقوق 2 میلیون شهروندان تاجیکستان درسی هستند بیخبر است. این گونه شخص را نه امام علی رحمان بلکه امام ظالم شیطان باید گفت. بعدا همین گفتنی هستم که یک چند گفتنی کوتاه دارم. یکش در مسئله با دروغ‌های شبکه‌های دولتی. هر یک شبکه‌های دولتی که هستند فقط و فقط به خاطر منفیت کیسه امام علی رحمان کار میکنند. تمام. هیچ جا یک دروغ است به فایده امام علی است میگنش. خب همین در شبکه‌های دولتی های سوریه، عراق، افغانستان، هر کشور اسلامی که جنگ هست، خب همون جنگ از جانب مثل امام علی رحمه الله، اما با همون جنگ ها در تلویزیون نشون میدن و بعد اون جنگ سال 1992 تاجیکستان نشون میدن و هدفشان از این نشان دادن ها چنین است که هر کی مسلمان است چنین و چنان خواهد شد. درست. به همین مقصد بعدی هر یک تجارتی که امام علی رحمان با خسر بچه ها و دخترانش از مردم گرفته است، بعد نشان دادن جنگ های سوریه و افغانستان
سالهای 90 ترکستان بعد از تجارت های مردم ها نشون میتن، مثل زید سعید، عمر علی قوت. خب دیگر تاجرانی که با برکت داشتن بتا تاجیکستان را آباد کردن، امارات بلندی آستانه ساختن، زواد و کارخانه های خرد ساختن، همه اینی را ای دست گرفتن، خودشون هلاک کردن، نابود کردن، زنده کردن. با شرم نداشته همی را در شبکه های دولتی نمایش میتن که تاجیکستان اونطور نگاری کار نکرده، تن دزدی زور صاحب کار بسته. گویا که این از کشور امام علی رحمان باشده یا که از دیگر خشمندان است. شرم است، عیب است. بعد باز یک چیز دیگر گفتنی هستن که مسئله بی‌برقی در تاجیکستان. باور کنید تمام کشورهای عالم استاد انصاری، دولت‌های دیگر با سیاره‌های مریخ، نپتون و پلوتون و سیاره‌های دیگر رفته از نویگری‌های علم استرونومیا و فیزیک و کیمیا و از دیگر نویگری‌ها حرف میزنن. خب تاجیکستان حالا مشکلات برق ها در داخل خودش برطرف کرده نمیتوند. خیلی شرم به این دفعه داریم. حالا آنکه در هم اخبار دولتی و کتاب ها و مجله اعلان و رکلام میکنن که ما 29 تا نیروگاه برقی آبی داریم. آخه این نیروگاه برقی آبی جا دیدن. شرم به شما. بعد گفتنی در ادامه همین مسئله مشکلاتی برق. کمی کوتاه عبدالقهار برادر بزرگوار. بله در همین مسئله روغون یک چی گفتنیم. وقتی که من 10 سال پیش طلبه مکتب بودم، 10 سال پیش دروغ امام علی رحمان همون چند فهمیدم. سال 2004 امام علی رحمان برآمد کرده گفت که سال 2007 مشکلات برق در تاجیکستان پر از بین می رود. ما سال 2004 این گپ رو گفت در تلویزیون و من گفتم که بچه ها 3 سال خیلی میگذره. همین طرز 3 سال گذشت. سال 2007 مشکلات برق بین نرفت. باز برآمد این نوی امام علی رحمان دیدم. سال 2007 با اشتر برآمد. سال 2009 برق از بین می رود. باز سال 2009 سال 2009 بین رفت. با وعده اینا که سال 2012 مشکلاتی برق از بین رفت. بعد من در حالی که طلبه بودم حیران شدم. گفتم نخود که پریزیدنت اینقدر دروغ گوید، 3 مرتبه در یک شبکه دروغ. شرمنده. حالا 2007 نه، 2009 نه، 2012 نه، 2015 تا حال مشکلاتی برق از بین نرفت. حتی برای یک نیروگاه برقی روغون از هر یک اهالی خرید 80% اهالی تاجیکستان مبلغ ستانیدن. مجبوری پولم توری کتاب اگر نسپوری، اگر کودکان با کودکان نمی رود، اگر نسپوری با مکتب شرط نمی رود، با دانشگاه نمی رود، خودت با کار نمی آیی، مجبوری. کم بغل ترین آدم قصاب ترین 100 تومان میانه 500 700 هزار تومان با دلار بگیم برای فهمیدن تمامی. خب کم بغل ترین شخص 30 دلار 30 دلار 50 دلار میانه 500 دلار 1000 دلار یا 3000 دلار، دارنده ها 10000 5000 دلار خودت باید بسپرد. حالا 2007 نشید، 2009 نشید، 2012 نشید، 2015 نشید. اقلا این پولایی که مردم مجبوری این پولها کجا شدن؟ درست. خب یک ماه گفتنی دیگر بسیار گفت دارم نمیدونم کجا بود. مشکلاتی خشتاقی در تاجیکستان. تشکر. من تشکر میکنم برادر عزیز عبدالقهار. دوستان زیادی پشت خط. یک جمله دیگر در 30 ثانیه مختصر بکنید برادر عزیز. بله. تاجیکستان موافقی آمار کتاب‌های در کشور چاپ شدن از نظارت دولت گذشتن
در همین کتاب‌های خیلی دعوتی معرفی کرده است که تاجیکستان یکی از 10 کشور قشق‌ترین جهان است. نام کتاب خواهری رسولیان جهانشناسی. دلیل برای باور کردن چیز نگویند دروغ است. دیگرش خب در یک کتابی که منفعت ملی امید ملی کشی دولتداری نام کتاب است، در اون گفته شده است که مفتی سازمان استخبارات سازمان ملل متحد تاجیکستان یکی از 20 کشور قشق‌ترین جهان است. ببینید از 230 کشوری که در روی عالم است، تاجیکستان یکی از 10 یا یکی از 20 یان است در قشقی. اخیرا جمله گفتگی بسیار دارم اما کار ندارم. من اگر دستگیرم کنید در هر یک دقیقه گردادگی یک سال در 10 و 20 دقیقه 10 و 20 سال 100 سالم زندان کنید من راضی هستم. اما این برای من بهتر است که درد دل مردم در همین شبکه وصال حق به مردم بگم، خدمت ثابت کنم. خدمت ثابت کردن مردم تاجیک ثابت کردن است، چون که درد مردم غیر شبکه وصال حق حالا یکم وسیله که پیدا نشد که درد مردم بگه. بعدا اخیرا جمله همین که ای امام علی رحمه تو امام ظالم شیطان هستی. اولا ببینید هر یک لباس که دختران که دوست می‌دارن تو را برای تمام مردم تاجیکستان پوشیدن شد برای زنها حتمی کردید. چرا برای حجاب که فرموده خدا است مبارزه نمیبری، برعکس مسخره میکنی اون رو. دو بسیار دارم اخیران جمله همین که نمیدونم جاش بکن انتظاری روزی باشید از دستی مصلحت تو است، مصلحتگرایی که دشمنی تو هستن نه دوستی تو، مثل سید مکرم و مثل بازارتابی و گرچه در آخر عمرت انتظار باشید از دست یا سگانی درباری پروریدت کشته میشوید یا از دست خویشاوندانی ظالمت کشته میشوید. تشکر. یا از دست مردمان اخیرا جمله 10 ثانیه یا از دست مردم مظلوم کشته میشوید. جسد پوسیده از زیر پای مظلومان بوی میگیرد و بالای جسد پلید پوسیده مردم پیشاب خواهند کرد. انتظار باشید انشاءالله این روز غضب خدا بالای سرتون میآید. تشکر عبدالقاهر برادر عزیز. علیکم السلام و رحمت الله. برکت زیاد بده در بالای سری مردم تاجیک حمایتگرتون بگردانم. سلامت باشید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سیف الله برادر عزیز از مهاجرین تاجیک در خارج از کشور، صدای من رو دارید؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر بزرگوار، ما صدای شما رو میشنویم بعد درد دلهای مهاجرین تاجیک در خارج از کشور. سلام و درود خداوند بر شما مرد شریف و ملت مظلوم تاجیکستان و شنوندگان برنامه وصال حق. من میخواستم در دو بخش صحبت کنم، بخش مفصل درباره تاریخ و بخش سیف الله برادر عزیز و بزرگوار، صدای شما کمی مشکل داره. انشالله دوستان دوباره با شما تماس خواهند گرفت. سعی کنید که مایکتون رو چک بکنید انشالله که این مشکل صدای شما برطرف بشه. تا برقراری دوباره تماس من عزیزان را از طریق تلفن میگیرم. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله تماس قطع شد. از طریق اسکایپ برادر عزیز احسان از تاجیکستان، بفرمایید. آقا احسان تماسشون قطع شد. بیننده بعدی از تاجیکستان، بفرمایید. بفرمایید. سلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید، بفرمایید. خداوند شما کسان حق رو میگوید، خداوند صدای شما رو روز تا روز بلندتر گرداند. آمین آمین آمین. بفرمایید. چیزی گفتنی است. من در روسیه. بله
بفرمایید برادر عزیز، از فرصت استفاده کنید و صدای تلویزیون رو ببندید. بفرمایید. خب من عذر میخوام از این عزیزمون، مثل که مشکل داشت اسکایپیشون. تماس بعدی برای سلام علیکم. احمد برادر عزیز از طریق اسکایپ، بفرمایید. خب تماس‌های اسکایپ مثل این که مشکل داره از عزیزان تاجیک. من از طریق تلفن میگیرم. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله صدای تلویزیون رو ببندید بیننده عزیز. جناب استاد انصاری، بفرمایید. من یک شهروند ای شنبه. بفرمایید. خب یعنی بسیاری از مسائل دینی را کم بیش فهم میکنم. بفرمایید. برای من پیام شما که به دولت منظور توجیه کردیم، بندهای ششم، هفتم، هشتم خیلی جالب بود که در اون شما به شدت محکوم میکردین نقشه های شما که بعضی آخوندها برای فتنه انداختن در سرزمین تاجیکستان با بعضی طلبه و فرزندای تاجیک به دانشگاه های ایران بفرستادن. ما خواهش اون داشتیم که همون افراد، گروه هایی که به بهانه تحصیل به دانشگاه های مذهب تراش ایران میفرستادن و افکار اندیشه های تکفیری مخشوی آتش افروز آخوندی در سرهاشون کاشته میشد و برای پاینده امنیت تاجیکستان و استقرار و صلح و ثبات در این سرزمین خطر جدی وارد می‌کردن، برنامه مخصوص تهیه می‌کردیم. انشالله. ما در این مورد یک فیلم کامل برادر بزرگوار آماده کردیم و انشالله هفته آینده برنامه ویژه در این مورد خواهیم داشت. فیلم آماده شده، آماده پخش است. دعا بکنید الله سبحانه و تعالی به ما عمر بده که تا هفته آینده انشالله بتونیم این قسمت از برنامه را خدمتون تقدیم بکنیم. ملت تاجیکستان حق دارد که این خواهینات را بشناسد. این یک مطلب. به این مطلب خواهش داشتم که امروز اگر بگیم که وصال حق به مثال یک جهاز تشخیص در فهم نبض جامعه تاجیک اگر حساب کنیم به شرطی شرطاً خب دوستی سخن اطراف این جهاز سخن کردن البته لازم هست. یعنی اول جهاز دیدن در کار که چگونه کار میکنن. اگر اجازه فرمایید. بفرمایید. خب مسئله وصال حق اول خیلی همین تعبیر وصال حق این تعبیر صوفیانه است. تعبیر صوفیانه است. در تعبیرهای شما در مرامنامه شما ذکر شده است که وصال حق وصال آمدن تا حلقه وصل باشد بین مؤمنان و تمام حقجویانی که در طلب حق می‌تپند تا از منبر آن حق بگویند و حق بشنوند و با حق خالص و بی‌شایبه آشنا گردند. خب اصلا این مطلب این است که شما شرح تفسیر این کلمه یعنی صوفیانه را تعبیر صوفیانه را چنین داده. لیکن مطلب این است که وقتی که ما برنامه شما را بسیار گوش میکنیم در آن اسلام حقانی
عقیده پاک و زیلال خود که بر مبنای قرآن و سنت صحیح رسول صلی الله علیه و و عقل و فطرت سالم و برهان و استدلال محکم برای با فهم سلف صالح با شمول صحابه و اهل بیت کرام آن حضرت صلی الله علیه و هست. چون این مطلب که باشد باید که ما این مطلب به همه عنوان تطبیق نگاه کنیم و خیلی وصال حق این در تعبیر صوفیانه بسیار یک مرتبه از مراتب صوفیانه که صوفی به حق میرسد. از نقطه نظر این یک مسئله اتحاد و حلول گفته می شود که چنانکه در شعرهای بله برادر بزرگوار ما به مراتب صوفیانه مردم رو به حق نمیرسانیم، ما همینطور دایرکت مستقیما میرسانیم. بفرمایید. خوب نه مطلب این است که خود نام به همه شبکه موافق نیست به فکر ما. درست. بله حضرت تعبیر صوفیانه حضرت تعبیر گفتن می شود. بله حضرت ما یک مجموعه شبکه ها هستیم، 8 تلویزیون هست به 8 زبان: وصال عربی، وصال حق فارسی، وصال اندونزی، وصال کردی، وصال انگلیسی، وصال حوسا برای آفریقا و وصال فیلیپینی. این اسم یک مؤسسه است، اسم یک مجموعه شبکه است. ما اصلا فعالیت کانال های ماورای شیعه اقدر دیگر کردن هم نمیتونیم، چون که هیچ یک عامل توقع نداریم اهل سنت تاجیکستان. چون که در ماورای شیعه ابوبکر و عمر مسلمان حساب نمیشن، مادر مومنان عایشه مشکلات اخلاقی دارد، اصحاب بزرگوار پیغمبر که ای نظر ما امینان وحی دین با واسطه اونها با ما رسیده و هزاران ملت بالای ما داشتن. پس رحلت پیغمبر ای نظر شیعه ها گویا که روی پیغمبر را تغییر کرده باشند و دین تحریف کرده باشند. بنابراین ما مسلمانان تاجیکستان از کارمندان ماهواره شیعه توقع دیگری نداریم و داشتنی هم نیستیم. مثلا یک شیعه خودفروخته افغان به نام الله یاری که شبکه شیعه در خود امریکا راهاندازی کرده است، وقتی که در خط تماس گوشی را برداشتنی میشویم از اون طرف آواز میشنید که بفرمایید جماعه عمری میگوید، لیکن او از امریکا ایستاده چه شیعه ها را از سنیان دفاع میکند. این همین 3 کانالی که از موقع اهل سنت برآمد میکند، کلمه، وصال فارسی، وصال حق، ایلندن چه ما اهل سنت دفاع میکرده باشد. این مطلب بسیار یک دوی نوزیکی دارد. دویم یک مسئله اخلاقی دینی نیست مطرح کردنی هستم. در خبرهای گذشته که بازار چپا کردن بازار سخن کرد، دیگری از ریش موندن که 200 سومون گرفتن میگیرن بعد ریش موندن روی باشد، یا که یکی نام محمد و نام عبدالله را نامگذار شد در تاجیکستان منع کردن. همه خیلی سخنهایی که اینها هیچ یک کدوم صحت ندارن، بیشتر اینها صحت ندارن. خوشمند بدیم که موافق اخلاق قرآنی عمل گرفته شود. آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. در این مطلب نیز باید که از دایره حق ما باید بیرون نباشیم. دایره عدل، دایره حق این چیزی هست که همه مسلمان ها باید که اطراف حق و اطراف عدل دور بزنند. از اینجا قرآن کریم میفرماید که ولا یجرمنکم شنآن قوم الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. مسئله را به اینجا آوردنی هستم که خب من کوتاه میکنم کنم. مسئله ریش گرفتن، مسئله حجاب داشتن، اینا البته عملهای اسلامی هم. یک حجاب یعنی اصلا بگیم فرض، سطر فرض زن مسلمان یعنی تمام بدنش هست، بر جز روی، بر جز پنجه دست، بر جز پنجه پا.
در نماز و در غیر نماز. اگر یک دولت مرد ریش یک نفر بتوشد فرزند، به این از دین بیرون نمیشه. اگر اصول صحیح اسلامی را به نظر مونیم، اون گناه شمرده میشه. یک نفر اگر جبران ریش یک نفر تروشد، به مثال دست یک نفر بریده، موافق دیت لازم شدنش یعنی نصفی دیتی نفس است. درست. 500 تنگی موافق شه نشیم. بیننده عزیز اگر مختصر بکنید صحبتاتونو، چون عزیزان زیادی پشت خط هستند. خب گفتنی است که اگر مطلب دیگر نیز دولت مردوی ما را حکم به کفر کردن یا طاغوت گفتن یا فرعون گفتن، عملهای مثل که غیر شرعی که بالای اونها بار کردنی میشن، اینها عینکتر درست شرعی موقع گیری کردگی نیستیم. چون که بسیار دولت مردوی ما نماز میگذارند با قبله. در حدیث مبارکی که جناب پیامبر صلوات الله علیه و سلامه فرمودند که روایت حضرت انس بن مالک شخص میپرسد یا ابو حمزه ما يحرم دم العبد و ماله، فقال من شهد ان لا اله الا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا واكل ذبيحتنا فهو المسلم الذي له مال المسلم و علیه ما علی المسلم. این در حدیث دیگر انس بن مالک قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا من بیننده عزیز بیننده عزیز من قبلا هم اینو اشاره کردم در اینجا که کسی حق نداره کسی رو تکفیر بکنه. مسئله تکفیر مسئله جداگانه است. منتها ببینید من اینجا حد اعتدال نباشد، اون آیاتی که شما پیشتر خوندین ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه فی الذین آمنوا، این آیات ها یا اینکه آیات دیگر من یک سوال میکنم بیننده عزیز، من یک سوال دارم از شما. آیا در تاجیکستان هیچ مسجدی رو به اصطلاح نبستن و هیچ کسی رو مانع از رفتن به مسجد نشدند؟ خب در تاجیکستان اگر اینجا نقطه نظر نظام نگاه کنیم، نظام نه، من سوال من واضح است. آیا مسجد بسته شده یا نشده؟ همین خبری که لحظات پیش من خدمت شما نشون دادم در روزنامه معتبر فرج در تاجیکستان نوشته شده بود که همین روزنامه‌ای که بر علیه ما هم نوشته، بر علیه ما هم حرفایی زده، در همین روزنامه گفت که در یکی از در دهات پنجکند بیش از 21 مسجد جواز ساخت ندارن، یعنی قید حکومت نشدن و 8 تا اینا رو بسته و باقیش هم میخواد ببنده. من سوال من از شما این است که این نظام است، مسئله نظام است. الله سبحانه و تعالی بله الله سبحانه به نظر میگیرد این نقطه نظر دین باید واگذاری نشود، چون که در تاجیکستان 4000 مسجد فعالیت میکنند. درست. بعد مطلب اینه که بعض اشارات ها با مسجد محمدیه نیز شد. مسجد محمدیه 5 وقتش شده است، فقط منبر جمعه شب بستن به خاطر که بعض مراسم های عاشورایی برپا میشه به این خاطر. درست. من اگر صحبت دیگری ندارید من از شما خداحافظی میکنم. فقط یک نکته رو خدمتتون بیان میکنم که شما احادیثی از پیامبر صلی الله علیه و سلم در قضیه عدم تکفیر و اطلاق کلمات در مورد رئیس جمهور یا شخصیت‌های معروف تاجیکستان مطرح فرمودید، اما الله سبحانه و تعالی که کلام الله بالاتر از کلام همه بشر هست، حتی بالاتر از کلام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، می‌فرماید که و من ادلم ممن منع مساجد الله ان يذكر في اسمه وسعى في خرابها اولئك ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظیم. و کیست ظالمتر از آن کس که مسجدهای الله را باز داشت که در آن نام الله برده شود و در ویرانی آنها کوشید، شایسته آنان نیست جز به حال ترس وارد این مساجد شوند، بهره آنها در دنیا خاری و رسوایی و در آخرت عذاب
بزرگ و دردناک است. تشکر میکنم از شما. خب دوستان، بیننده بعدی رو میگیریم از طریق تلفن. مثل اینکه عزیز ما از مهاجر تاجیک در خارج از تاجیکستان آقای سیف الله وصل نشد تماس ایشون. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام و رحمت الله، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. رسال حق، بفرمایید. استاد انصاری هستم، صدای شما داره پخش میشه در استودیو، بفرمایید. ماشاءالله، خداوند حالا شما را جزای خیر بسیار. استاد سلامت باشید. جواب این نماینده دولت پشتیبانی از سروران این سالی تاجیکستان کرده ایستاده بودند، من یک نکته را پیشکش میکنم که چنان فرمودند پیشوایان ما که آدم از ببصری بندگی آدم کرد. حضرت اقبال میفرماید این را گوهری داشت ولی نزد قباد و جمع کرد. این ز اخلاق خودآموز سگان خوارتر است. من ندیدم که سگ پیش سگ سرخم کرد. از این گونه اشخاص و تا نماینده دین و مفتیات تاجیکستان که مکرم هستند نزد بشر سجده میکنند و اطاعت از امر الله سرپیچی میکنند، آیا از خداوند نمیترسند؟ آیا فکر آن روز را نمیکنند که نزد الله محشور میشوند و الله از اونها این روز را هر دقیقه و هر لحظه ای که در اونها عمر داده بود پرسان میشود و اینها گفتنی هستند که بازگردید از این جنگ و از این نیتی که بر ضد کلام الله و دین حق الله کرده اید. الله بر شما فرصت داده است حالا توبه بکنید، بازگردید. اما ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. الله میفرماید وقتی که اجلهای شما در حلقوم شما که آمد توبه شما قبول نمی شود. به همین خاطر از تکاتک این مردم ظالمی که در بالای حکومت هستند خواهش میکنم که از این نیت و از این صادق بر ضد دین خدا و این شریعت غرای محمدی که نیت کردن و شروع جنگ کرده ایستاده هستند بازگردند، زیرا اینکه این دین هست، دین حق، دین هست پاکیزگی و برادری، احترام کلامان و نسبت خدا، رحم و شفقت. در این تاجیکستان که ما 99% او سر کرده از جناب عالی دعوای مسلمانی میکنند، پس چرا بانگ اذان را منع میکنند؟ چرا نمیخواهند که بانگ اذان که ندای نام الله و نام رسول الله و دعوت مردم به سوی حق و راه حق نمیگذارند که او را از منبرها دعوت بشود؟ من نمیدانم که اکنون در تاجیکستان چی میخواد علمایی که بالای منبر هستند و در برابر این گونه ناحقی چشم میپوشند. آیا نمیدانند که الله از اونها را پرسان میشود؟ روزی که اونها از این وظیفه ها میروند نزد الله حضور میگیرند، الله از نفسهای دادگی و از عمر دادگی و از ریسک دادگی از اونها، از تکاتک این علمایی که امروز پشتیبانی از لب میکنن و از این راهبران این گونه ملت تاجیک میکنن که تاجیکستان مسجدها آباد است، نمازگزاران هستند،
اما هر جمعه که در روزهای جمعه که امر معروف شود فقط اخبارات دعوت منبر تنها جای سخن خدا منبری رسول الله و سخن حق است، نه اینکه سخن یگان جناب وزیر و دیگر اشخاص مالدار باشد. وقتی که به نماز جمعه می رویم فقط اخبار ما گوش میکنیم، فقط علمای ما اخبار و برزیدی گوییم که آن شخصانی که برزیدی این گونه ظالمان صحبت میکنن اونها را هم طرفداری از اونها میکنن و محکوم میکنن مردمی این جبر دیده بیچاره را. درست. تشکر از شما برادر عزیز. به همین خاطر از تمامی برای استاد مهربان یک دقیقه دیگر اجازه بفرمایید که به سراسر برادران خطاب بکنم که برادران گرامی از خداوند دعا بکنید، تنها از خالق خویش که ما دعا بکنیم ندای ما را او میشنود که فرمود ادعونی استجب لکم، مرا ندا بزنید انشاءالله امید از رحمت الله داریم که این دست ظالمان را از روی ما میبردارد. این نیت ناپاک به بالای سرهای چادرهای مادرهای ما کردند و من ای جوانان از مسجد کردند و زیارت خانه خدا کردند و من ای بانک اذان کردند. خداوند جزای اینها را در دنیا و آخرت بدهد. آمین. و خداوند سراسری ممالکی که امروز در عذاب هستند از جمله غزه و فلسطین و سوریه، خداوند در اونجا هم تنجی را پایدار بگرداند که برادران ما تنج و آباد و آرام خدا را عبادت بکنند و مادرها دیگر اشک نریزند و گویم که زیر شکنجه قرار ندهند. درست. تشکر از شما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من تشکر میکنم از این عزیزمون. اگر به یاد داشته باشید برادران و خواهران عزیز، در اولین قسمت از برنامه تاجیکستان دردها و آرزوها من خدمتتون یک مسجدی رو نشون دادم و گفتم که امر کردن که مناره های این مسجد، گلدسته های این مسجد باید برداشته بشه. برادرمون میگفت که این نظام هست در تاجیکستان، این نظام هست و حکومت این نظام رو پیاده میکنه. من نمیدونم که رئیس جمهور تاجیکستان ملا هست، دامالله هست، مولانا هست، در کدام مدرسه دینی خونده که نظام تعیین میکنه برای اسلام، امر میکنه که فلان باید مسجد بره، فلان باید مسجد نره، فلان باید حج بره، فلان باید نره، فلان مسجد رو منارش رو خراب کنید، فلان مسجد. این تصویر رو ببینید. این برای من تصویر لپتاپ رو وصل بکنم با عزیزان در اتاق کنترل تا این تصویر رو ببینید شما عزیزان. و داریم احمد جان تصویر رو؟ بله؟ تصویر هست. خب من خدمت شما عزیزان نشون میدم این تصویر رو ببینید. این تصویر مناره های زیبای این مسجد هست که در یکی از شهرهای تاجیکستان بود. من در اولین برنامه این مسجد رو نشون دادم و گفتم که دولت تاجیکستان امر کردن که این مناره ها باید برداشته بشه، چون که این در مسیر راه جناب رئیس جمهور و مهمانان محترمشون هست و این خجالت میکشن از مناره های مسجد که در تاجیکستان مناره داشته باشه مساجد. این دوتا مناره رو به امر جناب رئیس جمهور و دولت تاجیکستان در همین هفته که گذشت برداشتن و این تصویر بعد از برداشتن مناره است. دوستانی رو هم نشون بدید. این تصویر مناره مسجد هست که خیلی بلند بوده و این با سیاست‌های حکومت تاجیکستان همخوانی نداشته، به خاطر همین باید این مناره ها برداشته بشه، چون مایه سرفکندگی است، مایه شرم هست برای دولت مردان تاجیک مناره های مسجد بالا بشه. اما اینکه در مهاجرین تاجیک در روسیه سر بریده بشن
به اونا تجاوز بشه، اهانت بشه، با هزاران مشکلات زندگی بکنن، این مایه سرفکندگی و شرمندگی نیست. اینکه با ناموس ملت تاجیک بازی بکنن بیگانه ها، این مایه سرفکندگی و شرمندگی دولت مردان تاجیک نیست. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی کمی عقل و منطق به اینها نصیب بکنه. تماس بعدی رو میگیریم از تاجیکستان. بله سلام علیکم، بفرمایید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم برادرم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. برادر وصال حق هست؟ وصال حق صدا شما داره پخش میشه. اما بعد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قال الله تبارک و تعالی في الكتاب المحكم بسم الله الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق الله العظیم. خداوند تبارک تعالی در این آیه فرموده است یهود و نصارا از شما شاد نمی شود، یعنی یهود و نصارا از شما خرسند نمی شود مگر در صورتی از شما شاد و خرسند می شود که منهج یهود و نصارا را چکار کنیم پیش بگیریم. منهج اینها چیه؟ منهج اینها یعنی منهج یهود و نصارا پیروی کردن از دموکراسی است. دموکراسی از ما و شما مسلمان ها چی میخواهند؟ دموکراسی از ما و شما مسلمان ها بستن مساجد رو میخواهند و گرفتن سطر مسلمان ها را میخواهند و گرفتن ریش ها را میخواهند و از تعلیم دادن گرفتن را منع کردنش میخواهند و از آن را دادن را یعنی از بین بردن را میخواهند. و این رژیم یک رژیمی هست که یهود و نصارا بالای مسلمان ها آوردن به نام دموکراسی. دموکراسی از ما و شما بردن دین را میخواهد، ضعیف کردن اسلام را میخواهد، ضعیف کردن مسلمان ها را میخواهد. و الله تبارک و تعالی در دیگر جای قرآن فرمود و ما یبتغی غیر اسلام دینا فلا یقبل منه و هو فی الاخرة من الخاسرین. هر آن کسی که پیروی از دموکراسی که علیه دین اسلام می جنگد پیروی میکنه و هو فی الاخرة من الخاسرین، فردای قیامت از جمله خاسران برمیخیزد. و بعد هم الله تبارک و تعالی در سوره ابراهیم فرمود ان الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله واولئك في ضلال مبين. و این منصبدارانی که و این علماهایی که امروز حقیقت را میبینند، امروز میبینند که نفوذ اسلام بلند خسته هست، به زمین همین علیه اسلام نقشه ها میکشند، یعنی منبرها یعنی میزنه ها را چکو میکنن، یعنی خراب میکنن، یعنی مسلمان ها را اذیت میکنن، یعنی میخواهند که یعنی نور اسلام را از بین برند. به خاطر چی؟ به خاطر مال، به خاطر پول، به خاطر منصب و اولئک به خاطر منصب اولئک فی ضلال مبین. اونها کسانی هستند که در گمراهی آشکار هستند. و هر آن کسی که در دموکراسی رضا هست و کمک در دموکراسی که علیه اسلام میکنن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمود رضا الکفر کفر، رضای در کفر کفر. به همین خاطر برادرها و از شما خواهش دارم ای مسلمان ها، وظیفه ما و شما مسئولیتی از دین هست. فردا روز قیامت هر یکی ما و شما مسئول هستیم، هر یکی ما و شما جواب میدیم. و او برادرایی که از کمیته دین در تماس با ما و شما که یعنی در تاجیکستان همه تنج آباد آرام هست، روش سیاه کردگی هست. هر اذیت ها، هر ظلم ها، هر ناحقی و ناعدالتی هست علیه مسلمان های تاجیک هست و خیلی ما شاهد هستیم. امروز در تاجیکستان ریش گرفتن یک نمونه هست، سطر گرفتن یک نمونه هست، بستن اذان مساجد یک نمونه هست، ظلم کردن یک نمونه هست،
که چون که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود از ظلم ظلمت لیوم القیامه، ظلم یک از تاریکی قیامت. چراغ ظلم ظالم تا دم محشر نمیسوزد، اگر شب سوزد شب دیگر نمیسوزد. تشکر از شما برادر عزیز، تشکر از شما. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر میکنم از این برادر عزیز بزرگوارمون از تاجیکستان. تماس بعدی. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. من برادر شما محمد به تماس بر اومدم و به استاد عزیز محمد انصاری و به همکاران این استاد تشکر میگویم. سلامت باشید. که درد و ملت تاجیکستان را بیان میکنند. الله شما را و همه برادران ما را حفظ بگرداند. آمین آمین. سلامت باشید. بفرمایید. در واقع خیلی خرسند هستیم که مثل شما برادر داریم و اون برادرانی که پیشتر سخن کردند شنیدیم و به خلاصه آمدم که درد ملت تاجیکستان در خود مردم تاجیکستان است، در کمبودی مردم تاجیکستان است. چرا که هست که علما میگن کیف تکونو یولى علیکم، چگونه باشید همان گونه به سر شما حاکمان خواهد آمد. چگونه بدین رفتار کنید همان گونه در بالای شما رهبران خواهد آمد که به شما یا ظلم میکنند یا دین شما را، قدر و عزت شما را نگاه بینی میکنند. البته امروز جوانان تاجیک برادر و خواهران ما چقدر از اسلام چقدر از عقیده دور شدند. ما تا آن زمانی که خودمان را تغییر ندهیم هیچگاه خود به خود تغییر نخواهیم یافت. الله رب العزة والجلال میگوید که ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم. الله شما را تغییر نمیدهد، خود به خود تغییر نمیدهد مگر همان زمان شما را تغییر خواهد داد که خود شما خودتان را تغییر بدهید. البته ظلم ها وجود دارد، کمبودی ها وجود دارد. این سببش این است که ما از منهج حقیقی ربانی، از منهج رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دور شدیم. من یک برادر کوچک شما برادران تاجیک به همه خواهر و مادران و مردم ندا میکنم و میگم که بیایید به منهج سنت بازگردیم، بیاییم گفته های الله و رسول الله را زنده بکنیم و عزت خود را دوباره زنده بکنیم. و اولین راهی که به این عزت ما را داخل میکند ما خود و فرزندانمان را به توحید تربیه بکنیم تا که عزت یابیم. و این یک پیشنهاد من به برادران بود و البته اون کسانی که ظلم را میگن که وجود ندارد، هیچ کمبودی وجود ندارد، اونها دروغگو هستند و اونها هم به این دروغگویشان در نزد الله جواب خواهند داد. چرا که در یک معده ترین جایی که منطقه‌ای که ما زندگی میکنیم تمام ریشداران را بله. خب تماس این عزیزمون قطع شد. من دوست داشتم که صحبتاشون تکمیل بشه. در تایید صحبتهای این عزیز میگم که علامه اقبال لاهوری رحمت الله علیه میگه که خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت، به آن ملت سر و کاری ندارد که دهقانش برای دیگری کشت. تماس بعدی رو هم میگیریم از طریق تلفن. بیننده عزیزمون فکر کنم از آلمان باشه. بله به سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم بیننده عزیز، صدای تلویزیونتون رو ببندید. خب عزیزانی که تماسشون برقرار میشه لطفاً صدای تلویزیون رو ببندن. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم بیننده از صدای تلویزیونتون علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. سلامت باشید. من یک لحظه بیننده گرامی، فقط یک ثانیه
من جهت اطلاع بینندگان عزیز بگم که این بیننده‌ای که تماس گرفتن و گفتن که این مسائل دروغ است و تاجیکستان مشکلی ندارد و تینج است و اینا، ایشون داملا معروف سرخطیب مسجد سراسیاب شهر دوشنبه بودن. این رو دوستان به من اطلاع دادن. تشکر میکنم. بفرمایید برادر عزیز. بفرمایید، صدای تلویزیون رو ببندید. بفرمایید بیننده عزیز، بفرمایید. آقای انصاری، ما گفتن برادر پیشین هم میگیم که هم اگر دروغ است. بله. هر کسی گو که دروغ میگه ریش میتراسن سطر نمیمونن. الله المستعان. الله المستعان. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. بله، سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقای انصاری، بفرمایید. انصاری، ما از تاجیکستان. بفرمایید برادر عزیز از تاجیکستان، بفرمایید. الحال که باش ایشون استاد داملو معروف بود که همه نقطه‌های دروغی نمی‌بود. یکی از همون مفتی است و او موارد مقصودش من باب شیعه و دیگر همون مقصدش البته ایشون بد کردنی بود. ایشون بسیار معبد بزرگه، هر چیزی که هست ایشون انسانی حق‌دو هست و برابر ایشون تمام مسلمان‌هایی که هستند اونها خیلی انسان‌های سوزدل هستند، اونها جگرسوخته‌های دین هستند در منطقه ما. و اون انسانی که برای شما بود اون ملا معروف فروخته شده در نزد حکومت های ما یکی از منده ها عبدالله خیده همیشه دوستدار دین خدا پیامبر است و امیدوار هستم که همیشه اون در بین مردم نشان شد که اون خیلی اون بسیار هستند فروخته شده برون برای این حال ده ملا معروف برای خود ده تشکر از شما. تشکر بیننده. زنده باشید. زنده باشید. خدا نگهدارتون. همه علمای حقگو، علمای آزاد در تاجیکستان و در سراسر جهان اسلامی از هر مذهبی که باشد، حنفی باشه، شافعی باشه، مالکی باشه، حنبلی باشه، و انسانهای آزاده، شیعه است، سنی است، یهودی است، نصرانی است، کمونیست است، از هر ایدئولوژی که است، اما آزاد است، غلام نیست، بنده نیست. همه اونها مورد احترام هستند. اما کسی که بخواد به خاطر 4 قران دنیا دین خودشو بفروشه، ملت خودشو بفروشه، این رو ملت با اونها معامله خواهند کرد و ان شاء الله ما در زندگی خودمون شاهد خواهیم بود. بله، سلام علیکم بیننده عزیز تاجیک، بفرمایید. السلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، بفرمایید. سلامت باشید، بفرمایید. دارید با من صحبت میکنید، صدای تلویزیون رو ببندید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام برادر بزرگوار، صدای تلویزیون رو ببندید. حضرت می‌خواستم یک دو سخن راستن برای تاجیکستان و بینندگان یعنی تاجیکستان بگیم. بفرمایید، چون وقت برنامه داره به پایان میرسه، خیلی کوتاه در 1 دقیقه بفرمایید چون بتونیم صدای دیگر عزیزان رو بشنویم. 12 نفری که از طرف بله، از طرف همون حضرنگاری فرانسه کشته شده بود. بله، معنی پرزیدنت تاجیکستان برای همه تعزیه بیان کرده بود. درست. کسانی که به رسول الله توهین کرده بودند. تشکر میکنم از این بیننده عزیز. تماسشون قطع شد. تماس بعدی رو میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. در دوره برادری که زنگ زد گفتن که مثلا در دوره کفر گفتن هر چیزی که مثلا این نظام است مثلا دیگر بود یا خشون از یک تیوسترهای حکومت
با خدا خواستم شما این اگر در تاجیکستان باشین نه یک دو سه هفته شد که هم چند تا کامش به ایستادگی هم دو سه هفته پیش با خدا قسم تمام میزان های تاجیکستان در بگدارها گشته قطیده والله من شاید حال هستم یک از خودم هستم که صورت نگرفتگی هم بردم در پیش کردم بچه بگم ریشوش نتوش همه از بس ریشم پاکتر به من سال کم تر آگاهی دادن که چیزا کردن در پیش کردم والله هستم از دخترهای هستم که حجاب نگرفتم یکی بخدا قسم کسی نیست که از من بگه که میشه چیزایی دروغ های میگن کسی نیست همین بیا بگه که همین چیزاتون چیه یا آفشون از جو پیداش نمی پرزیدنت دیگه فقط گفتم باشه نه چی با قانون ویران میکنن یک کسی نیست بخدا قسم همین چیزا رو برای دیگه بگه یا بیایم برای هم چون ایتون منصبشون نمونده گرم بس بعد باری مردم میگن که مثلا چیزا نیستن این تویسون حضور دروغ ها مثلا برای مردم چی میکنن دیگه بخدا قسم یک اگر باشیم مثلا می‌بینی که ما دارن بزرگ‌ها اگر میشون مثلا ده دخترها از سرشون گرفتگی می‌خواد بچه‌ها می‌ترسن زنای هستن که بیوه هستن یا هیچ چی ندارن ترسن بیا تنوع ندارن برای همین واقعا سرش بعضی چی نکنیم ما فکر می‌کنیم با خط توجیه میدونن که دروغ میگن برای منصب مولفه چون هستن. درست. تشکر از شما. الله متعالفتون کنه. تماستون قطع شد. من معذرت میخوایم. بیننده بعدی سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد عزیز بخشش من اسم من نمیگیرم. بفرمایید. ما یک بیانیه دارم، یک پیام دارم به ملت تاجیک. بفرمایید. ملت تاجیک روز رسید که شما باید بیدار بشین. شما باید شما فکر اسلام بکنید. والله قسم استاد عزیز ما به خاطر مال گرفتن به خاطر آن ما نخواستم، فقط به خاطر الله خواستم و اون مولوهایی که امروز میخوزن میگن که تاجیکستان تنجی است اینا من خوشرو میشناسن و منم اونا را خوشرو میشناسم. در باب طاغوت اصلا صحبت نمیکنم. در باب دشمنای دین اسلام اصلا صحبت نمیکنم. ما به خاطری که گپ حق میزدم، به خاطر زنا نگفتم، به خاطر دزدی نگفتم، از تاجیکستان رانده شدم. دوملا قاری شمس‌الدین در مسجد امینجان برای سخن حق زدنشه، کگب امنیت ها هم زدنشه، حاجی در هجرت قرار دارد. دوملا حاجی میرزا اشان نوریدین تمام اینو والله قسم وقتی که دعوتشون بس چی زنا زیاد چی دزدی زیاد چی. خود در تاجیکستان اگر شما شاهدی حال باشین مادر ما حکومتی های رویش کردن گفتم برای مسجد محکم که یک همونجا شیرمرد قریب کلای اوچه مرا میگرفت مادری مرا به خاطر چی مجبور کردن که همونجا محله شما برین مسجد محکم کنین. من خودم گفتم مادر جان بگردی والله در نزد الله جواب میگی. من خودم تحصیل میکردم در انستیتوتی که 4-5 سال پیش بود استاد عزیز. هر یک تمام در اومدن همین یک سردار بود، همین شپلاق زده، همین یک خواهر سطرش ای سرش گرفت. من او وقت این نامرد بودم که عقل نگرفت که بگم که دفاع کنم از اسلام. بعد که هجرت کردیم اسلام فهمیدیم آمدیم تاجیکستان استاد عزیز والله قسم اولین اینکه همون امنیت ها چون خانه آمدن گفتن که تو چرا در تحصیل اسلام بودی. شما اهمیت دادین اکثر انسانایی که اسلام هم فهمن در مهاجرت هم. به چی خاطر؟ به خاطر الله، به خاطر سخن حق. ما غریب شدگیم. باور کنید استاد عزیز امروز ما فرصت همچون فرصت شما را هم که استفاده میبریم همین کانال الله شما را حفاظت کنه حق به همین طریق ما میفهمونیم انشاءالله. ای مردمی که امروز میگن در تاجیکستان آبادن یک بار شما ای الله بترسین. چی به الله در قرآن میفرماید که او پیش شما میان منافقا میگن ما ایمان آوردگیم به الله و به رسول. اگر وقتی که بگویی که بیا حکم کنیم به قرآن و سنت اونا رو میگردونن. سوره نیسا رو نظر بکنین
سوره نیسا را نظر بکنید آیه 60 و 65 آشکارا الله میفرماید شما را میفرماید ملاهایی که درباره شیدگی هستین شما افتی همون مکران را نگاه کنین همون مفتی تاجیکستان اصلا ریش نداره در مدرسه اینجا من میخوندم استاد جدید اوجا من میبخشین یا فاحشه خانه بگیم خطا نمیکنیم میفهمین استاد عزیز این قدر ظلمی که در تاجیکستان رفته است والله قسم نه در روسیه نه در حتی من نمیدونم کدام دولت شهرش بگیرم که این ظلم ما در یگون کنج دنیا ندیدم نخواه که انسان به خاطری که بگه که زینا نکه عرق نکه دولت آباد که بگیری 21 سال ترمش کنی این در کجام در عقل توقی نمیگیرد این ای فرعون گذرانده باور کنید استاد عزیز شما میگین که چرا سکوت هستن مولاهای امروزه به خاطر سکوت هستن که اونا را خانگیشون ضرر میتین اونا را از دختراشون پرسان میشون من یک برادر نام شنه میگیرم وقتی تهمتش کردن به گردن نگرفت هیچی را چرا مادرش در پیشش زینو کردن ایشیدین به گردن گرفت کو مرین به همو هاتون کمپیری 63 ساله را شما زینو کردن ایدین در بر مرد مسلمان اینا گجاز عدل استاد عزیز من شما را همه قدر خواهش دارم که با او انسانایی که امروز میبرن او طاغوت هست آخی چی خیلی شما میگین که ما در این ملاهایی که درباره شما میگین که ما به حجت گپ میزنیم آخی ببینین تفسیر ببینین آخی سبحان الله چندین چیزهایی هست که استاد عزیز والله قسم من میتونم بازی از روی آیت از روی سنت انا مقصد اثبات کنم لیکن استاد عزیز کارا نمیکند این گروه ده این گروهی که در آمد امروز واجب میگد فرض میگد سایه الله میگد من از شما خواهش میکردم که بر استاد عزیز زیدی همیشه گروه هم صحبت کنین نترسین استاد عزیز انشاءالله الرحمن والله از این هفته تا اون هفته من انتظار میشم که شما را آواز کنم ما در یک جا غریبی در قرار داریم این منتظر میشم که آواز تاجیکی بفهمیم درد ملت را بفهمیم تو با کدام کنج ما رفتگی از ایستادگی هستیم استاد عزیز و با انسانایی که شیعه هستن مشرکی میکنن شرک میکنن شما قصه حضرت موسی بنی اسرائیل آیاتون بردین در 40 روز وقتی حضرت موسی بالای کوه برآمد فرآمد در 40 روز او معجزه را دیدن چی بقره را اعوذ بالله سجده کردن حضرت عیسی را شما از یادتون بردین که پیغمبر بگیریدن طاغوت ساختنش کی ساخت همین نصرانی‌ها که خیانت کردن مانند شما که همین امام علی را شما سویه الله میسپارین فمن یکفر بالطاغوت با طاغوت کافر بشین استاد عزیز کدام اگر زنگ زد بگه تاجیکستان حالش تنج است حکمش با کفر نمیکنین ایمان وردگی نیستن انسانایی که کلا اسلام حکمش قبول نمیکنن و از حکمی کرده اونا دیلاشون که تصدیق نمیکنن استاد عزیز با من یک چیز دیگه گفتنی هستم بر همین شیعه هایی که میگم که یا علی یا حسین وقتی که من چون بحث کردم گفتم که میشود که حضرت عیسی ولی موت دیدگی نیست از مردن دیدگی نیست از نزد الله بس از همون یعنی دعا طلب کنی گفتن نه مردم مشرک میشه گفتم خیلی خیلی کی باشد شما از انسانی که در مقصد شهادت است در نزد الله رزق میچشد وقتی که دو صحابه در جنگ بدر بود الله عالم یا احد وقتی شهید شدن وقتی که الله گفتن که بسیمی الله گفتن که بیا ما را یک بار دیگه زنده که در راه خودت بجنگیم الله گفت نه و گفت پیام ما را برادرها برسون به الله که به برادرها رسون گفت که کسانی که در راه الله می جنگن او را مرده نگین او زنده هستند و در نزد الله رزق یافته خورده ایستونند چخیر که اونا صحبت کردن نتونستن چخیر که اونا نشنیدن این مردمی که در باشون جنگیدن یعنی امروز او حسن حسین رحمه الله شهید علی عمر رضی الله عنه امروز برادرای اسلام برادرای شیعه من برادراتون شما را میگم
یک بار بنی اسرائیل گمراهیشان از تفسیر ببینین سبب چی بود؟ سبب انمون ملوغه بود که امروز انم خیلی ظالمو را چی گفتن؟ سایه الله اطاعتش واجب، زیرش گپ نزنین، خوارج میشین. اتق الله. انشاءالله آقای انصاری ما زیاد صحبت نمیکنیم، در دیگر برادرها صحبت نمیکنیم. تشکر از شما. اگر یک خواهش بود، ای پرزیدنت، بفرمایید. ای طاغوت، این پرزیدنت که معمر قدافی که بود گذشت چگونه این حکم کردن؟ از همه عبرت بگی، همه خبر از نام برادرانی که در راه الله به خاطر دین خستگن، نه به خاطر منصب، نه به خاطر مهاجرت، فقط به خاطر دین. جزاکم الله خیرا. استاد عزیز بخشش زیاد که انا با لهجه تاجیکی از اسلام خیلی کم صحبت کردم، از آیات قرآن، به خاطر مقصد تاجیکی ما همه خیلی لهجه را میفهمد. سلامت باشید. جزاکم الله خیر و تشکر از شما. زنده باشید. الله متعال حفظتون کنه. تشکر از شما. سیف الله برادر عزیز و بزرگوار، مهاجر تاجیک، بالاخره شما وصل شدید. سلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و من عذر میخوام برادر بزرگوار از اینکه شما منتظر ماندید. مشکل در صدا بود که الحمدلله برطرف شد. ما صدای شما رو میشنویم و درد دل شما رو به گوش جهانیان و فارسی زبانان عزیز میرسانیم. بفرمایید. من میخواستم در دو بخش مفصلا، در بخش تاریخ و در بخش مهاجرت صحبت کنم. بفرمایید. از عصر گذشته، از 18 عصر گذشته که با سوی دولت ما تاجیکان سمرقند بخارا وقتی که شوروی و حکومت شوروی حمله کرد تا سالهای 55 بزرگان ملت ما را کشتند، زندانی کردند. حالا یک فضایی داشتند که تا اینکه میخواستند که مردم ما را بیدین کنند، مردم ما را از فرهنگ کنند. الحمدلله رب العالمین این نعمت، این گوهر بی ارزش باباهای ما، پدرهای ما در سینه‌هاشو گرفتند تا بر هم خوردن شوروی سال 90 عصر گذشته. گرگان مسان‌ها، تهیونیست‌ها، گرگان بیرونی با مزدوران درونی خودشان چیکار کردند؟ با یک بارگه بر ملت ما چنگ زدند تا اینکه از 90 در مدت از 90 سال میلادی از عصر گذشته تا این در مدت 24 سال بیش از 200,000 بزرگان ملت ما را اینا کشتند، دارند کشته‌اند. آخران بزرگ ابوالمرد ما حاجی عمر شهید بزرگوار اگر در ترکیه بینه یک مرد بی‌نظیر شهادت برساندند. همین گرگان همگی در تاجیکستان 6 ماه جنگ بود. وقتی که الیت تاجیکستان، وقتی که مردم با فرهنگ تاجیکستان که وقتی که هجرت کردند، وقتی که فرار کردند، اونا را داشتن زندانی کردند، مردم به سرپرست موند. این مسون ها همین امامعلی را وارده و سر قدرت موندند. تا حال دولت چور میکند میکشد. خلاص گپ وقتی که این را به سر قدرت اومد، تاجیکستان ما نه تنها برای ملت ما را یک زواد فابریکه کرد، بلکه تاجیکستان ما زواد فابریکه داشت. تاجیکستان ما چهارراها داشت، میلیون سر بزرگستان چهارراه داشت. تاجیکستان ما در وقت حکومت سوویت یک از بهترین دولت‌های بود که الحمدلله رب العالمین در سوی علم، در سوی اقتصادیات یک وطن بود که اگراری کشاورزی بود. 20% حکومت سوویت را چیکار میکرد؟ از میوه‌جات تامین میکرد. یک ملت سربلند بود، الحمدلله با فرهنگ بود، با علم بود.
چیکار کرد وقتی که این زخا که آوردن در بالای ملت ما موندن و دست این چیکار کردن ملت ما را بغار دارن غارت میکنن. ما از برای مهاجرت گم میزنم 80% ملت تاجیکستان محتاج به مهاجرت است. یک شهروند تاجیک اگر فرض کردیم وقتی که قصد کنه که حرکت کنه به سوی مهاجرت برای او را $2,000 امریکایی در کار که تا اینکه از این اولاد امامعلی شهادت شناسنامه بخره، از این اولاد امامعلی به نرخ قیمت نرخ چیپتای سمالیات بخره، سفر کنه به روسیه. در روسیه این اگر که کسل نباشه زبان روسی را باید با بلد باید باشه. در اونجا با چیکار باید کنه؟ باید حجت کاری باید باید کنه. معاش میانش چند خیلی $300 است. معاش میانش $300 است. در حالی که این خرج میکنه در حال خرج میکنه $2,000 امریکایی. منطقه ما با برمیگردیم در تاجیکستان ما فرض کردیم اگر یک جوان اویله برپا کنه، اگر یک جوان اویله برپا کنه او باید چیکار باید کنه؟ برای که در خونه در کار جای استقامت او در 15 سال عمرش در کار که در مهاجرت بره و ترک زن و فرزند کنه، ترک مادر کنه، در اونجا اگر ارزش فاشیستا کشته نشوه، اگر او را میانش نشکنه، او را کسلی به تیپیکروز نشوه، در تای پدوالا خود خونه خود نروه، در بیرون خود نروه، تا اینکه بیاید در تاجیکستان چیکار کنه؟ یک خونه بخره، یک خونه دیک سوید بخره، یک خونه یک خونه بخره. در تاجیکستان آدی دولت‌دارای ما وقتی که خونه روز میکنن آیدی که معاش میانه ملت تاجیک $100 است. یک خونه دو خونگاه قریب تو $100,000 است. اگر ما حساب کنیم 300 سال قریب در کار که یک آدم نخره هیچ در شکمش صرف نکنه تا اینکه صاحب ده خونه شود. در حالی که یا در قصرها میشینند، در حالی که یا پول به هر مصرف میکنند، در حالی که در $60 میلیون یا چایخونه ساختند، در حالی که در 2014 سال در 22 میلیون تومانی از اروپا درخت آوردن برای شهر دوشنبه، در حالی که درخت‌ها خودشون بریدن چیکار کردن؟ ایدن بودن. ما چی گفتنی دارم؟ ما اگر چند قیگب زنم باور کنید همه زمینه ما را فروختن، زمینهایی که مخصوص دهقانا برای چی کشاورزی کردن نمیتونن، مخصوص تخمایی را میارن که دهقان وقتی که میکاره صرف میکنه زمین ده میکاره فقط درخت میشوه، او حاصل نمیده فقط درخت میشوه. مخصوص تخما را میارن، مخصوص این کارا را مخصوص میکنن که خلق ما چیکار کنه؟ هر باید کشور را ترک کنه بروه. در کشور ما کانهای پیلو، کانهای نکره، ما 5% آب استفاده نمیبریم، آب خدمات 5% در حالی که آبها برای ما آب نرخ آب قیمت شده. در ما صورت حساب کنک برای آب موندگی هم. تاجیکستان ما در حالی که در افغانستان سوید میفروشه، در قرقیزستان سوید میشه، در پاکستان سوید میفروشه، در حالی که ملت تاجیک سوید نمیبینه. این مخصوص اجراها کماندگی هم که تا اینکه زمین ما را فروخت، کانهای ما را در چینایی داده است، زمین های کارمی ما را در چینایی داده است، در حالی است که بازارهای ما را میسوزونه، تاجرهای ما را کمبغل میکنه، مردم را میرونه. باور کنه وقتی که مادری تاجیک کودک تولد میکنه، در سبحان الله مادری تاجیک کودک تولد میکنه که شون کودک خریدار به دنیا در چشم شوی میکنه، در دنیا خریدار به دنیا میاد. در حالی که در دیگر شهرها، در دیگر دولت‌ها اگر کودک تولد شد در صورت حساب علاقه پول میاد او خرسن نشود. علاقه ای دولت ما خریدار ای کودک در دکترخانه در پیش او یک زندگی مشقت کنیم
ما اگر صنف نه تمام کرد، اگر مکتب وقت قریبی ختم کردن شد در پیش یک زندگی تاریکی است، یا که اگر در دانشگاه بسپره همون پول وقتی که دیپلم که خرید با مگر وظیفه را بخره، وظیفه را خرید اولی که او معاش او $100 است و چکو کنه باید با پاره خوردن باید با یک خونه کسا مکیدن باید دست بزنن وگرنه چکو میکنی حرکت میکنی همون $10,000 میگه مصرف میکنی کشور را ترک میکنی میای در اینجا چکو میکنی به او گرومه گردی. بله تشکر سیف الله برادر عزیز و بزرگوار. اگر که یک جنبندی کلی بکنید صحبتاتون رو، چون که وقت کم کم داره به پایان میرسه. بفرمایید. ما بگم که 80% از اهالی جامعه تاجیکستان محتاج به مهاجرت است. 20% دیگه که در همون دوران کار فعالیت میکنن، اگر باشن فرض کردیم 15% تجارا باشن، اگر 15% دیگه کارگرای همین امنیت و کارگرای دولتی باشن، همین پولی که گردش مال همش ای مهاجرت است، همه ای توماچتای ما را نواز بستگیان. در وقت حکومت فریتی ای مچتای ما در وقت بیدینی از مچتای ما پول یا دروغ میگن یا خدای را هدایت کنه. ای مچتا را در حالی که یا که کلف کردگیان نبود یا که مچتا که باید حجت بندی کنی، در حجت بندی پول میگیرن این ظالم ها. ای مچت نلوک میگیرن، نلوک زمین میگیرن، ای مچت نلوک آب میگیرن، ای مچت نلوک تجار برای سوختار میگیرن، برای اموال میگیرن. از مچتا یا مچتا دوران با کم کم اگر یک جور آب بزنه پول خلق جمع میکنن میرون یک اونجا سود میکنن، یا فقط در ماشین قیمت در کسرها میشونن، فقط حرام میخرن میگردن. ملت تاجیک بدنام کردن در جهان. ملت زهاب یک دشمن خدای زدگی در پیشش این ملغایی که امام علی پرست یا دین امام علی شید. مرحم استاد بله سیف الله برادر عزیز بفرمایید. در حالی که ما باور کنید ما چی بگم ما نمیتونم باور کنید. الله متعال شر اینا رو از سر ملت شریف تاجیکستان دور بگردانه برادر عزیز. در بعدی در هم خوبان شوروی ما در دولت ما کتابخانه بود، در دولت ما باغچه کودکان بود، در دولت ما فرماهای بوها بود. همه رو همین امام علی خطیب ما شکار کردن، همه رو طلا و تاراج کردن، همه رو گرفتن فروختن، زمین را میفروشن، زمین به نرخ گران میفروشن. یک جوانی گفتم که جوان تاجیک اگر ازدواج کنه 15 سال عمرش مقصد میکنه در غریبی تو یک خانه بخره و یک امید. ما استاد ما برای چی در روسیه زندگی نمیکنیم؟ در روسیه در همه جوش ارزان خونه ما میتونیم بریم خونه بریم استقامت کنیم. همه شرایط مهیا نکه اینجا دولت دیگه کودکو بد اخلاق میشوند، کودکو تربیت دیگه را میوان. ما میخواهم ملت رو که ایمان که داره الحمدلله رب العالمین حب الوطن من الایمان، یعنی ایمانی که داره میخواه با وطن برگرده، میخواه که در خون این ملت است که باید برم وطن آباد کنم. میگه افسوس که سالانه تو 2,000 مرده جوان تاجیک یک مرده تاجیک $1,000 در خودش با تاجیکا با جمع میکنن $1,000 در با مرده را ایانی جروان میکنن. میگه سالانه 2,000 زندانهای روسیه 10,000 جوان تاجیک، یک جوان تاجیک برای یک تلفن 12 سال فرمان میکنه. برای یک تلفن خرید پلیس روسیه میاد تلفن بزیاری برام جوان تاجیک 12 سال زندانی میکنه. استریمو هم اطور ما چی درد چی بگم. تشکر از شما برادر عزیز. تشکر از سیف الله برادر عزیز و گرامی مهاجر تاجیک. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی به زودی
با از بین بردن این ظالمان شما رو سالم و غانم انشاءالله به کشورتون برگردانه. تشکر از تماس شما. رحمت خداوند. ما در آخر یک گپ میگم برای همین ملای این والفرات که پروردگار میگه بسم الله الرحمن الرحیم الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. شما همین آیه را خوشی فهمید که اینجا شما رو تصدیق میکنه، اینجا شما با اون لابتون دب میزنه، هر دو پیش خداوند اون لابا شما بسته میشه و زبان شما بسته میشه و بعد شما در نزد خداوند بعد شما رفتد با دهان با پا با دستا و پاتون شما میگیم اللهم صل علی محمد و علی آل و اصحاب محمد. رحمت خداوند شما را ای وارثای دین محمد ای برنامه و صاحبای همین کانال خداوند شما را هدایت کنه، شما را حفاظت کنه، خداوند کشور ما را آزاد کنه. آمین. آمین. تشکر از شما. تشکر از تماس برادر عزیزمون آقای سیف الله مهاجر تاجیک در خارج از تاجیکستان که صحبت‌هاشون بیانگر دردها و رنج‌هایی بود که جوانان تاجیک در خارج از کشور میکشند. تماس بعدی برای سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آقا انصاری شما هستید؟ بله صدا شما داره پخش میشه برادر عزیز بفرمایید. اسم من عمر است. من از آلمان زنگ میزنم. عمر جان از یک مسئله برای شما پیشنهاد کردم. همین برادرایی که زنگ میزنن همین در یک وقت معین مونه انتیمور پویش میکنه. درست. برای چی که کسی زنگ میزنه این طور تمانی تو سهر گرم میزنه فقط ایدو گرم میزنه. انا ما دو سه سوال دیگر دارم برای شما با خاطر یعنی الو گوش کردید؟ بله بله عمر جان بفرمایید. انا همین دو سه سوال دارم برای شما این برادرایی که گپ میزنن ایدورونی و این میتو ملا را میگن و این چیزا را میگن. بله عمر برادر عزیز خب تماس شما قطع شد. سعی کنید دوباره تماس بگیرید انشالله ما شما رو بدون نوبت انشالله وصل خواهیم کرد. بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. برنامه وصال حق است؟ وصال حق بفرمایید. من یک شهروند از جمهوری تاجیکستان به نام عبدالرحمن. عبدالرحمن بفرمایید. برادر من مخلص برنامه شما هستم. سلامت باشید. هم وقت کوشش میکنم که در وقتش تماشا کنم. بسیار موضوعهای خوب و موضوعهای داغ روز و موضوعهای زندگی روزه مردم تاجیکستان بگیم شما با بحث بگیم میکشین و باعثی تحصیل هم هست. لیکن متاسفانه اکثریت همون نفرایی که وضع تاجیکستان هم مثال سیاه بکنن متشنج میگن یا که زیدی مردم مسلمان میگن من روزی شدن نمیتوانم. چون که الحمدلله من شخصا خودم مسلمانم نماز خوانم هر مسجدی که برم آزاد است. یگان مانع وجود نداره برای من که مثال وای باشد. اون نفرایی که دعوای سیاسی میکنن دعوای سیاست دارن روز بعد میگن حکومت یا که مثل شخصای نظام این مشکلی اونا هست. مشکلی خودشون به سر مردم تاجیکستان نیارن. الحمدلله مردم تاجیکستان شخصا خودی من از زاده مثال ولایت قرغنتپه هستم. ما اون روزای سیاه عذاب کشیدگی ما هیچ وقت دیگه نمیخواهیم خیلی روزا را. مثال شما برادر انصاری شما بسیار حقیقت اگر میزنید. من شخصا از اول با فکرهای شما راضی نبودم لیکن دیدم که چگونه او برادری که میخواست ادعایش دفاع کنه دیدم چگونه شما او را جواب داده. بسیار بسیار احسان میگم با شما. حقیقت در حقیقت شما بخواهید بفهمید. لیکن اون نفرایی که اکثریتی که من میشناسم در رادیوی زیاد و برآورد میکردم اینا نفرایی هستند که زمان در تاجیکستان دزد و غارتگر بودن با قول طرفدار حکومت بودن مال مردم غارت کردن. حکومت که دنبالگیر شکر فرار کردن از تاجیکستان.
عبدالرحمن برادر عزیز، عبدالرحمن جان، برادر عزیز بزرگوار، من یعنی تهمت هایی که اینطوری مثلا به جمله به قول عربا یعنی اطلاق بشه، من با این موافق نیستم. یعنی من اجازه نمیدم کسی در اینجا یعنی حرفا باید اثبات داشته باشه، دلیل داشته باشه از هر کی میخواد. اینجا منبر است، شما هم حق دارید صحبت بکنید، چه با ما موافق باشید چه با ما مخالف باشید. تشکر، زنده باشین. احسان داشت شما. بفرمایید. بسیار میخواستم که شما نفرای خودتون، نفرای خالیص بفرستونه در تاجیکستان ببینن وضعیت. در هر دنیا خیال میکنه در عربستان زیدی نفرایی که زید سیاست نظام سعودی گپ میزنن آیا پیگیری نمیکنه حکومت؟ در همه دولت های مسلمانی هست، در ایران هست، در دیگرش هست، در تمام جا وقتی که زیدی ساختار زیدی نظام گپ زدی دنبالگیرت میکنه. درست. ما اتفاقا جناب مفتی تاجیکستان از ما دعوت کردن برای اینکه بیایم در تاجیکستان و نزدیک این ببینیم اوضاع تاجیکستان را. منتها مثل اینکه دعوت ایشون زیاد جدی نبود، پیگیری نکردن. من شخصا سلام علیک نیستم، لیکن چندین بار از پشت همین مفتی تاجیکستان نماز خوندم. من شخصیت او را مثال نمیشناسم خیلی، لیکن از پشتش نماز خوندم. الحمدلله مرد مسلمان است. مثلا من ندیدم که جایی که اون سخن یا که زیدی مسلمان گپ زده باشه همه وقت دفاع میکنه، همه وقت میکنه. این یک درستی دیگر که من برادر انصاری به شما بگم که اکثریت این مروایی که به من مردمی میگنشون اینا منفیت دار بودن. منفیت دار نباشن برای چی؟ بسر مردم داغ بیاره، بسر مردم تهمت ها میکنن. ولی اونا منبری اوضاع برن. نه، این خیلی نبود. اونا منفیت میبودن، اونا مجمع میکردن از پشت این مردم. این روز که نمیرسشون همه مال، این روز مردم هم مثال با دیگر چیز میکشونن، با دیگر طرف میکشونن، بر ضد حکومت شروعنن. شما بهترین است که نفران خالیص خودتون را بفرستانید، وضعیت تاجیکستان را بآموزین، تحلیل کنید، بعدا را در موضوع ریش سطح خدا شاهد است، خدا شاهد است. اولاد من همش ریش دارد، شخصا من ندارم، لیکن اولاد من همش ریش دارد. من جای ندیدم که اولاد من مثال گفته باشه که مرا مشکل ایجاد شده است. درست. تشکر از شما آقای عبدالرحمن. دیگرش به حساب است. ما الحمدلله زن خودم سطر داره. من هیچ وقت هم مثال نمیگذارم که کسی او را مثال گپ زیادی بزنه. درست. تشکر آقا. من مردم مثال بایگان مال دنیا نمیچیم. درست. تشکر برادر عزیز آقای عبدالرحمن. بسیار تشکر، بسیار بخشش. اگر حرفای بجا گفته باشم ان شاء الله امید میکنیم که شما نفرای خودتون را بفرستید تا ببینن دولت تاجیکستان، حکومت تاجیکستان برای آسایشتگی این سرزمین میدونید چقدر جوان مرد خون دادگان، جان دادگان که این آبادی و این آرامی برای ما اومدگی است. ما هیچ وقت نمیخوایم که سرزمین ما دوباره، من میگم که من خدای شهر قرغنتیپه هستم، ما دیده بودیم عذاب جنگ چیزا و ما کشیدیم. درست. تشکر از شما. من بسیار میخواستم که شما نفراتون بیاین ببینن انشالله حقیقت نشون بدید. تمام. من فهمیدم که شما حقیقت پرست هستید. شما میتوانید این کار بکنید. تشکر از شما. تشکر از تماستون. زنده باشید. تشکر از شما. خدا نگهدارتون. خداحافظ شما. دوستان من میدونم که تماس ها که اینجا گرفته میشه شاید که بعضی از حرفا به مذاق عزیزان و دوستان ما بر بخوره، منتها اینجا منبر است. ایشون هم حرف خودشون رو زد و دوستان دیگری هم اومدن رد کردن و عزیزان دیگر هم می آیند و رد میکنن. این منبر است و موافق و مخالف میتونه اظهار نظر بکنه. تماس بعدی رو هم از تاجیکستان میگیریم. سلام علیکم، بفرمایید. بله احمد جان، تماس بعدی رو هم لطف بکنید. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. خوب هستی خیلی انصاری؟ سلامت باشید. شما چه خیلید؟ تنجید؟ خوب برادر یک تیمه و آیده خیلی را با بله. برادر که شما به فرا است.
بله. یا او سطح خواهر ما که ساکتوی بله. به اهمیتی میتید اگر تاجیکستان آباد از شهر و از مرکز 3 کیلومتر دور یک قشلاق به نام خاوران است. بله. نه آب دارد نه دارد. امی سوریه که جنگ است او رای او قشلاق خاوران هم میتر. درست. تشکر از شما برادر عزیز. من عذر میخوام صدای شما کمی مشکل داره، دوباره اگر تماس بگیرید انشاءالله سعی میکنیم شما رو بدون نوبت وصل بکنیم. من عزیزانمون برادران عزیز تاجیک بعضی تصاویر رو برای من فرستادن که جا داره اینجا نشون بدیم. دوستان این عکس رو نشون بدن. ایشان سراج الدین یکی از علمای تاجیکستان است. تشکر احمد جان. به ریش ایشون توجه بکنید. یک بار دیگه احمد جان نشون بده تصویر رو. بله تشکر میکنم. الان من تصویری که از ایشون است بعد از تراشیدن ریش، این ریش ایشون رو به زور تراشیدن. این تصویر از ایشون هست که بعد از اینکه به اجبار و اکراه ریش ایشون رو تراشیدن. تشکر احمد جان. این تصویر یکی از برادران تاجیک است که ریش دارد و این تصویر ایشون بعد از اینکه ریششون رو تراشیدن به زور. و اینجا دوستان فرستادن این تصاویر رو و از من خواستن که نشون بدم در برنامه. قضیه تراشیدن ریش واقعیت انکارناپذیر است که این مدارک نشون میده که بله واقعا همچین چیزی وجود داره. حالا بعضی از دوستان اگر میان انکار میکنن دیگه من نمیدونم چی بگم در این مورد. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر جان، التماس در حق مردم تاجیک، در حق رهبران تاجیک دعا کنید که خدا تا اینکه آنها را هدایت کنند. آمین آمین آمین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تشکر از شما. بله این دعا خیلی مهم هست. نکته خیلی مهمی رو اشاره کردن از یکی از علمای سلف، دقیقاً یادم نیست از تابعین است فکر کنم، وقتی که از ایشون میگه که اگر که کسی میپرسه اگر که الله سبحانه و تعالی برای تو یک دعای مستجاب قرار بده، این دعای مستجاب رو برای کی میکنی؟ خداوند به شما بگه که شما یک دعا حق داری بکنی، همین دعای تو رو من قبول میکنم. این بزرگوار فرمود که این دعا رو برای حاکم یا برای امیر یا برای امام مسلمان ها میکنم. چرا؟ چون صلاح او و اصلاح این شخص اصلاح همه جامعه و اصلاح همه امت هست. پس دعا حتما دعا بکنید. دعا تیرهایی است که مؤمنین در نیمه های شب به طرف ظالمین پرتاب میکنن و اگر یکی از اینها اصابت بکنه به این ظالم هیچ وقت امیدی برای رهایی او نخواهد بود. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. این شبکه وصال حق است؟ شبکه وصال حق، بفرمایید. انا میخواستم این درباره موضوع تاجیکستان است. بله بفرمایید. برادر اصلا بود که ما یک از خطیبای شهر دوشنبه را جانشین شیم. بله. این برادر که گفت قرآن تیتا زنده گفت همه امنیت های با وقت واللهی به خدا قسم میخورم ما وقتی که در مسجد میخوایم پیش شام یا بعد پیشین امر معروف کنیم درباره حجاب ریش، ما را میگن که حکومت تنها در روز جمعه اجازه داده، دیگه وقتا من شده است ما نمیتونیم که شما گپ زنید امر معروف یا نهی منکر کنید. الله المستعان. و دویمش که در وضع مدرسه شهر دوشنبه
حقیقت بنام اون مدرسه بنام مدرسه امام اعظم، اما درش خولیه برادر اسلامی. حق در اونجا نیست. ما دانشجوی همو دانشکده هستیم. وقتی در کنفرانساش برآمد کردیم، ما را نماندن که از حق دفاع کنیم. برای لباس خواهران گپ زدیم، برای پوشنه بلند پوشیدن خواهران گپ زدیم. ما را میگن که اولی وقت این سخنان نیست، شما این سخنان را چی نگین. باز یک خواهر دیگر اسلامی با ما عرضه کرد که وقتی ما درس ایلوگی میخوندیم، همین مفتی سید مکرمی روش منسوخ شده، میگه من روم پشاندگی بود، آمد درسی ما را گفت این نخابت را دیگه از رویت که آنقدر خوب نمی نمویی. بعدا اون خواهر میگه از حساب همین سخن که مرا بسیار برای حجابم اذیت میداد، ما همون درسای الهوگی را ترک کردم، دیگه به سوی مدرسه نرفتم. درست. اما ما در مسجد سخن حق هم میخواهیم گپ زنیم. یکی از جانشینای خطیبای شهر دوشنبه را جانشینش هستیم. حقیقت هم میخواهیم گپ زنیم درباره حجاب، درباره دعیوسی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله چی گفته است که اکثر مردهای تاجیکستان دعیوس هستند. چگونه که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله در حدیث میفرمایند دعیوس داخل جنت نمیشود هرچند چی نماز و روزه هم داشته باشد. وقتی ما در مسجد پیش از این قانونایی که برای ریش و سطر برآمده بود سخن میکردیم، البته مردم مثل اینه که سخن از ما باشه ناراحت میشدن، از حسابی که ایمان کامل نداشتن از مجلس بعضیاشون برآمده میرفتن، حتی میگفتن که دینانگی جوانا فناتیکا ما را نصیحتگر شدن. اما همین در اینجا فقط تنها جناب عالی یا راهبرا گناهگار نیستن. آقای انصاری، اینجا مردم هم گناهگار هستن که حق نمیخوان یک قسم شنیدن. چنانه که خورستانی میفرماید زمینتر خلق گر ندانی من با تو بگویم ای برادر، آن است که قول شاه ظالم با قول خدا کند برابر. این برادران در تاجیکستان ما قسمی از مردم از این پشتیبانی میکنن، میگن این پدر ملت هست، شما این سخنها را نگوید، این گناه هست در حق جناب عالی. در حالی که در تلویزیون آشکارا میبینن که بر ضد حجاب سخن کرد، در ضد ریش سخن کرد، اما باز ما وقتی حق گپ میزنیم میگیم این خلاف قرآن و سنت سخن کرده است، میگه شما گناهگار شدید، پادشاه سایه خدا است، پدر ملت است، باید این سخنان را نگید. حتی بعضی از همین دامادهایی که هستن واقعا از این پشتیبانی نمیکنن. درست. تشکر از شما برادر عزیز. متاسفانه تماستون قطع شد. عزیزانمون در اتاق فرمان ما چند دقیقه دیگه وقت داریم؟ برای سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برادر عزیزم انصاری، شما خوبه؟ سلامت باشید، بفرمایید. بنده محمد یعقوب از ناحیه نورآباد از حکیمی گفتن یکی از همونجا. بفرمایید آقای محمد یعقوب، بفرمایید. برادر عزیز، همون شخصی که پیشتر برآمد خودش از منطقه قرآن تیزبه گفت شاید که مثل همون محقق یک منافق باشد. یگان گفش خداوند شاهده و الله بالله تعالی من خودم شاهد هستم که چخیل ریش مردم مجبور تراشیدن، چخیل مردم مجبور بودن
برای عقیده های سالم داشتنشون، عقیده های روشن داشتنشون برده زیر ضرب الله کردن. با چشمای سرم دیدم که سطر در همین ناحیه نورآباد از ترشون کشیدن، زنکا را گرفتن. بعد حزبی بعد کسانی که از حزب نهضت اسلامی بودن همه را مجبوری هم صدای امنیتی ها آمدن بودن، مجبور از وقت برادن. مقصد نبت والله عالم شرفی همه عبدالله محققی فاسقی منافقی رافضی بود که همین شب گفت گفتن. درست. تشکر از شما. خداوند متعال تمنا میکنم که خداوند متعال شما را بازم پروردگار غیرتتون را زیادتر بگردونه، برنامه خوب برای ما پیشکش کنه. آمین. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم بیننده عزیز، بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید برادر عزیز. برنامه ایشال یک پیوست رو میخواهم. بفرمایید، شما صداتون داره پخش میشه، بفرمایید. من از تاجیکستان هستم، میخواهم با آقای انصاری با تماس باشم. شما دارید با من صحبت میکنید، گپ زنید اکه تاجیک. پخش میشود؟ بله داره پخش میشود، بفرمایید. نه من میخواهم که آقای اعضای تاجیکستان صحبت کنم. بفرمایید. شما صدای تلویزیونتون رو ببندید چون این انعکاس صدا سبب میشه که ما نتونیم تماس شما رو واضح داشته باشیم. آقای انصاری بفرمایید. اولا به شما درود و سلام تاجیکستان را تمنا میکنم. سلامت باشید. سلامت باشید. خب متاسفانه تماس ایشون قطع شد. بیننده بعدی. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم، بفرمایید. ما میخوایم با همه آقای انصاری سخن. بفرمایید، شما دارید با من سخن میگویید. مثل اخا مو خدمون شهر شنبه زنگ میزنیم. بفرمایید. ما خدمت الحمدلله دوستون میدارم و همیشه همی کانال شما را تماشا میکنیم. سلامت. الحمدلله ما ریش داریم. بچه‌مون یکتش ابوبکر داره، یکتش بیلال داره. 5 وقت نماز ما در مسجد میخونیم. یکم کس روحی ما را نمیگیره. ما این ایخی گپ میزنیم، در رو یک تیگش زنگ میزنه میگه یا کگیبی های یا امنیت های. والله خواستم که خیلی دوست دارم آقای انصاری. سلامت باشید. برادر عزیز من یک نکته رو اینجا بگم. نه من و نه بینندگان نگفتن که همه مساجد تاجیکستان رو بستن، همه مردم رو سطرشون رو برداشتن، همه رو ریششون رو تراشیدن. در بعضی از مواقع این چیزا رخ داده است. اگر کسی بگوید که همه رو این کار کردن، همه مساجد رو اینطوری برخورد کردن، خب اینم درست نیست. و اینکه کسی بیاد بگه که نه همه چیز تنج است، هیچ مشکلی نیست، اینم صحیح نیست. سخن شما راست، حکومت رو بعضش عید دارن راست. درست. تشکر از شما. صحبت دیگری اگر دارید بفرمایید، در خدمتتون هستم. خب بله سلام علیکم، بفرمایید. علیکم السلام و رحمت الله، بفرمایید. صدای تلویزیون رو ببندید برادر عزیز. خوب هستی آقای انصاری؟ سلامت باشید. تشکر از شما. آقای انصاری ما اون کتاب همون دامورا معروفه که اون آیت‌های قرآن را و اون حدیث پیامبر را صلی الله علیه وسلم به نفس این حکومت دارای ظالم ایستاده بود. کتاب به همون دارم که از خدا بترسه اون رو معروف و اون حتی این
رو همه خوب میدوند که آقای انصاری حتی با اسم دومولا داود خان کتاب چاپ کرد که در اون کتاب توحیدی بود که کتاب وسیله رو در اونجا قبول نکرد. حتی همین دومولا معروفه که خود که رافیزه عقیده شیعه‌گری دارد، همین انسان همین دومولا رو بس محکمه کشیده بود. حتی در پاکستان این دومولا کانالای شما رو وهابی میگوید. و از شما خواهش دارم آقای انصاری جوابی دهند و شکن نسبت اینو بید. تشکر از شما. تشکر برادر عزیز. الله مطالعه ستون کنه. تشکر از شما. سعدی رحمت الله علیه میگه که مشکان است که ببوید نه آن که عطار بگوید. کمیته دین تاجیکستان و بعضی از روزنامه‌های تاجیکستان گفتن که ما نمیدونم جاسوس CIA و نمیدونم استخبارات بریتانیا و بعضی از اینا میگن که وهابی و عده میگن اخوانی و یکی میگه سلفی و یکی میگه حنفی و یکی میگه صوفی و خلاصه ما در دین مبین اسلام این تحزب، این اسم گذاری ها، این فرق بندی ها نیست. ما قرآن و سنت رو بر اساس فهمی که اصحاب رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تابعین و ائمه مذاهب اربعه اهل سنت و علمای بزرگوار اهل سنت از مفسرین، محدثین و فقها داشتن اینجا بیان میکنیم. هر موقعی که ما حرف بدون دلیل زدیم، هر موقعی که بدون مدرک صحبت کردیم، هر موقعی که خارج از قرآن و سنت صحبت کردیم، حرف ما رو شما به دیوار بزنید. این حرف من نیست، این حرف امام بزرگوار حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست که فرمودن هرگاه که حدیث صحیح به شما رسید، قول صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلم به شما رسید، مذهب من است. ما هیچ وقت در اینجا حرفی از خودمون نگفتیم. اگر که بر علیه شیعه صحبت کردیم، اگر بر علیه صوفی های گمراه صحبت کردیم، از قرآن گفتیم، از حدیث گفتیم. هرگاه بدون دلیل حرفی یا نقطه‌ای رو در این شبکه شما شنیدید، قبول نکنید. و این تهمت هایی است که در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله وقتی که در مکه به محمد امین معروف بودن، موقعی که دعوت توحید رو برای مردم آوردن، گفت همین محمد امین شد دروغگو، علیاذ بالله، شد جادوگر، شد دیوانه و تهمت‌های زشت و زننده به ایشون، به همسرشون، به اهل بیتشون زدن. این سنتی است که از زمان ابو جهل و ابو لهب وجود داشته و تا این زمان، تا زمان ما که همون ابو جهل ها و ابو لهب ها هستند و همان دعوت توحید هست و این جنگ بین حق و باطل تا روز قیامت ادامه خواهد داشت. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی شر ظالمان و مستبدین و دیکتاتورها و منافقین را از سر امت اسلامی در تاجیکستان، در سوریه، در عراق، در افغانستان، در هر گوشه ای از این جهان که مسلمان ها در زیر ظلم و شکنجه این ظالمین و منافقین زندگی میکنن، شر اینا را از سر امت اسلامی دور بکنه. الله سبحانه و تعالی جهاد رو در بین امت ما زنده بکنه. از روزی که جهاد بر علیه کفار، بر علیه منافقین، بر علیه ظالمین در بین امت اسلامی به رکود گرایید و دور شد از بین امت اسلامی، میبینیم که همین ظالمین و مستبدین اومدن بر ما حکومت میکنن و هر چی که دوست داشتن بر بالای ملت اجرا میکنن. الله سبحانه و تعالی توفیق پیروی از قرآن کریم و از سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به من و به همه شما عزیزان نصیب بکنه. تشکر ویژه دارم از جناب استاد سلیمان دولتوف، از استاد سهراب نظر ظفر میبخشید و استاد سیف الله مهاجر تاجیک در خارج از تاجیکستان، از این عزیزانی که صحبت کردن و از تک تک بینندگان عزیزی که تماس گرفتن، از همکاران عزیزمون که در تهیه این برنامه سر پا الان در اتاق
کنترل ایستادن و زحمت کشیدن، جناب استاد سلیمانی و بقیه همراهانشون. از تک تک شما عزیزان تشکر میکنم. الله سبحانه و تعالی در موازین حسناتتون قرار بده. یا لا ینفع مال ولا بنون. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.